بعضی از پرونده ها از همون لحظه اول عجیبن که این پرونده دقیقاً از هموناست. یه اتفاق عجیب و وحشتناک میفته، ولی هرچی پلیس جلوتر میره به جای اینکه به جواب برسه سوالای بیشتری براش پیش میاد. زودتر بریم سراغ این پرونده که قرار خوابو از سرتون بپرونم. امروز میخوام راجع به پرونده عجیب امی آلواین باهاتون صحبت کنم. من موهیتو هم و اینجام تا داستانه جنایی واقعی رو به زبون خودم براتون تعریف کنم. پس اگه از محتوای من خوشتون میاد تا آخرش همراه هم باشین و مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. اول از همه بریم سراغ امی. امی آلواین که قبل از ازدواج فامیلیش زوتس بود، توی دسامبر سال 1972 به دنیا اومد. اسم پدرش چارلز بود، اسم مادرش جوئنزو، یه دونه خواهر بزرگتر داشت و یه دونه برادر کوچیکتر که اینا توی ایالت مینسوتا توی یه خانواده خیلی 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 مذهبی بزرگ شدن. در واقع پدر مادر امی مسیحیای بنیادگرا بودن که کسایی هن که فکر میکنن فقط خودشون مسیحی واقعی هن. از بقیه مسیحیایی هم که باهاشون هم نظر نیستن فاصله میگیرن و میگن که اصلا اونا خطرناکن. پدر مادر امی عضو کلیسای وردواید چرچ آف گاد بودن که این کلیسا کتاب مقدس رو خیلی جدی دنبال میکنه و در نتیجه پدر مادر امی هم اعتقاداتشون هم انقدر شدید و جدیه در حدی که بچه‌ها اجازه نداشتن توی برنامه‌هایی که مدرسه بعد از کلاس درس براشون تشکیل میده شرکت کنن و حتی اجازه نداشتن که خارج از کلیسا با کسی دوست بشن. به خاطر همین امی توی دوران دبیرستانش اینجوری بود که فقط از خونه می اومد بیرون، میرفت مدرسه سر کلاس درس، بعد برمیگشت خونه. با وجود همه این سختگیری‌ها بچه‌ها دوران کودکیشون خیلی شاد بود که به نظر من هم به خاطر این بود که خب بچه بودن، متوجه نمی‌شدن و همین که خب وقتی توی خانواده‌ای به دنیا میای که از اول همین شکلی بودن احساس نمی‌کنی یه چیزی عجیب غریبه دیگه، فکر می‌کنی همه همینجوری دارن زندگی می‌کنن. امی عالمه دوست داشت ولی کل زندگیش توی کلیسا و ایمان و دین و مذهب و اینجور چیزا خلاصه میشد. واسه تیم بسکتبال کلیسا هم به عنوان تشویق کننده یا چیرلیدر فعالیت میکرد که از اینایی که یه چیزای جینگلی میگیرن دستشون کنار زمین تیمو تشویق میکنن و میرقصن که خیلی هم این کار رو دوست داشت و واسه طراحی این رقصا و حرکت‌ها خیلی هم وقت میذاشت. ولی خب قطعاً اون چیرلیدری که توی ذهن شما هست نبود دیگه. اونا یه ذره لباساشون بازه، احتمالاً امینا لباسای پوشیده تری میپوشیدن. یکم بعدتر تو اوایل دهه 90 میلادی امی رفت به کالج ایمبسادر توی شهر بیگ سندی تگزاس که یه کالج علوم انسانی بود که زیر نظر همون کلیسای وردواید چرچ آف گاد داشت فعالیت میکرد. شعار این کالج هم بازگرداندن ارزش‌های واقعی بود که اینجوری میخواست جوونا رو برای خدمت به کلیسا در واقع آماده کنه. حالا امی خب اهل مینسوتا بود. توی تگزاس هم هیچ کس رو نمیشناخت، واسه همین خیلی سختش بود. ولی خیلی زود با پسری به اسم استیون آلواین آشنا شد. اونا هر دوتاشون تو بخش آیتی کالج کار میکردن. هر دوتاشون هم عاشق رقص بودن. به خاطر همین اگه کلیسا یا کالج یه برنامه یا دوره همی ترتیب میداد، این دوتا قطعاً همدیگر رو برای شریک رقصشون انتخاب میکردن. و جالب اینجاست که رقص از نظرشون مشکلی نداره. کم کم همین شباهتایی هم که با هم دیگه داشتن باعث شد که اینا به هم نزدیکتر بشن و کلا احساس صمیمیت بیشتری با هم داشته باشن که به خاطر همین امی تونست دوران کالجش رو با حس خیلی بهتری بگذرونه، به خاطر اینکه استیون توی اون کالج دوستای صمیمی خیلی زیادی داشت. حالا یکم راجع به استیون بهتون بگم. استیون تو شهر اسپوکن تو ایالت واشنگتن زندگی میکرد. خیلی از دوستای کلیساش هم از اونجا اومده بودن به همون کالجی که استیون داشت توش درس میخوند. وقتی که اینا مشغول تحصیل بودن توی این کالج، اون کلیسای وردواید چرچ آف گاد چند تا شاخه شد که یکی از این شاخه ها شد یونایتد چرچ آف گاد که دقیقاً از لحاظ مذهب و رسم و رسوم و همه اینا شبیه همون کلیسای اصلی بود،
فقط تفاوتش این بود که اینا برای پخش کردن و گسترش آموزه های کتاب مقدس و کلا دین و مذهبشون از اینترنت هم استفاده میکردن که این خوراک استیون بود، به خاطر اینکه عاشق فناوری و کلا اینترنت و اینجور چیزا بود. استیون یه آدم درسخون و فنی بود، امی یه دختر خونگرم و مهربون که همین باعث شد که اینا واسه همدیگه مکمل خوبی باشن. به خاطر همین بعد از اینکه امی از اون کالجش فارغ التحصیل شد، اینا با هم توی 11 آگوست سال 1996 ازدواج کردن. بعدش هم یه خونه توی ایالت مینسوتا گرفتن که امی بتونه به خانواده‌اش نزدیک باشه، به خاطر اینکه رابطه‌شون خیلی صمیمی بود. امی هم خیلی بهشون وابسته بود. بعد از ازدواجشون اینا دوباره برگشتن به همون روال سابق خدمت به کلیسا و دین و مذهب و اینجور چیزا. مثلا هر هفته روز شنبه میرفتن کلیسا که توی مراسمش شرکت کنن. بعد یه ساعت قبل از شروع مراسم، یعنی ساعت 12:30 اونجا بودن. بعدش هم که تموم میشد این مراسم، اینا تا غروب میموندن که تو برنامه‌های بعدی هم بتونن شرکت کنن. از شدت عقایدشون بخوام بهتون بگم، باید بگم که اینا کریسمس و عید پاک و اینجور چیزا رو جشن نمیگرفتن، به خاطر اینکه از نظرشون ریشه های بت پرستی داشت. ولی از اون ور تمام اون مناسبت هایی که از نظر مذهبشون اوکی بود اتفاقا مفصل جشن میگرفتن. در حدی که هر سال که یه برنامه‌ای به اسم جشن پاییزی کلیسا یه جایی از دنیا تشکیل میشد، اینا میرفتن همونجا. به خاطر همین کلا خیلی سفر کرده بودن به جاهای مختلف دنیا که هدفشون به گفته خودشون این بوده که به اعضای کلیسا خدمت کنن، توی فعالیت‌های بشردوستانه شرکت کنن و اینکه سفرهای تبلیغی مذهبی انجام بدن. اینا انقدر توی این داستان دین و مذهبشون ثابت قدم بودن و هی بیشتر پیشرفت می‌کردن که آخر سر تو سال 2006 این دوتا به عنوان خادم کلیسا انتخاب شدن که استیون هم همینجا متوقف نشد. بعدن انقدری پیشرفت که مقام ارشد یا الدر گرفت که این مقام الدر چی کار میکنه؟ میاد به زوجای متأهل مشاوره میده، موعظه میکنه، بعد مراسم مذهبی برگزار میکنه و برای مریضا دعای شفابخشی میخونه. خب یکم بریم جلوتر. میرسیم به سال 2007 که استیون و امی که دیده بودن بچه دار نمیشن، اومدن یه پسر به اسم جو رو به فرزندخوندگی گرفتن. جو فقط 2 روزش بود که امی آوردش خونه و ارتباطش با مادر جو رو هم حفظ کردن. در واقع خود همون مادر بیولوژیکی جو بود که استیون و امی رو برای سرپرستی جو انتخاب کرده بود. امی و استیون کلا آدمای خونگرم و خیلی صمیمی بودن که حتی با حیوانای خونگیشون هم خیلی نازنازی رفتار میکردن که من از این بابت خیلی ازشون ممنونم. به خاطر همین یه کاری کرده بودن که جو دیگه داشت توی عشق و محبت غرق میشد. حتی یکی از دوستای امی برگشته بود گفته بود که امی وقتی از پسرش جو حرف میزنه چهرهش 100 برابر خوشحال‌تر میشه. دیگه کم کم همه خانواده هم جو رو قبول کردن. هر جمعه شب جمع میشدن خونه پدر امی، با هم دیگه غذا درست میکردن، دسر درست میکردن. کلا توی دنیای خودشون خیلی خوشحال بودن. رابطه امی و استیون هم کاملا اوکی بود و هر موقع هم که یه تایم خالی پیدا میکردن اینا با هم وقت میگذروندن. تو سال 2011 اینا خونه‌شون رو عوض کردن. اومدن توی منطقه‌ای به اسم کاتج گرو توی همون مینسوتا که یه خونه خیلی گرم و صمیمی بود. سگاشون اینور اونور میپلکیدن. جو با اسباب بازیاش اینور اونور داشت بازی میکرد. اسباب بازیاش همه جا پخش بود. کلا از این خونه‌هایی که معلومه توی زندگی در جریانه. استیون تو اون خونه تو زیرزمین از راه دور کار میکرد و 2 تا هم شغل داشت. یکیش تکنسین آیتی بود، یکی دیگه‌ش هم توی شرکت بیمه فعالیت میکرد و تو همین حال بود که امی هم شغل مورد علاقه‌ش رو پیدا کرد. اونم آموزش سگا. حالا این شغل مورد علاقه و آرزوی منه. با قسمت آموزشش کاری ندارم به خاطر اینکه اصلا استعداد ندارم تو اون قسمت، ولی یه سری ویدیوها هست که این اتوبوس‌ها یا مینیبوس‌ها میان دم در خونه صاحبای سگا، بعد سگا با این کوله پشتی‌هاشون اینجوری میدوئن میان تو اتوبوس با بقیه دوستاشون میرن گردش. اون منتهای آرزوی منه. خب خیلی از پرونده دور نشیم. امی اولش رفت توی دونه مدرسه محلی آموزش سگا شروع به کار کرد. بعدش اومد کسب و کار خودش رو به اسم Active Dog Sports Training راه انداخت. این خونه جدیده که اومده بودن توش یه زمین خیلی بزرگ داشت که توش یه دونه سوله بود که میگن این سوله از خود بنای خونه بزرگتر بود حتی.
امی هم اومد این سوله رو تبدیل کرد به سالن آموزش سگا. بعد داشت روز به روز بیشتر پیشرفت میکرد. تبدیل شده بود به یکی از چهره‌های شناخته شده توی آموزش سگای ردیاب. هم به صورت کلی آموزش میداد، مثلا عادی، آموزش‌های عادی، هم سگا رو واسه یه مسابقه آماده میکرد که خودش اینو خیلی بیشتر دوست داشت. وقتی کسب و کارش حسابی رونق گرفت، با یه سری از دوستاش میرفتن جاهای مختلف آمریکا توی اون آزمونایی که واحد آموزش سگای پلیس برگزار میکرد شرکت میکردن. سگ شپرد استرالیاییش هم با خودش میبرد که تو بعضی از این مسابقه ها شرکت میکرد و برنده هم میشد. اینم اینجا بگم که من فقط علاقه‌شو دارم، از مسائل مربوط به سگ هیچی نمیدونم، اصلا هیچ رفتار درستی با سگ ندارم. به خاطر همینم هست که بلفی توی گاز گرفتن برام کم نمیذاره. خلاصه الان اینجایی که وایسادیم، امی یه عالمه دوست از کلیسا داشت، یه عالمه دوست دیگه هم از همین آموزش سگ و اینجور چیزا پیدا کرده بود. دیگه یه جوری بود که همه میگفتن آقا این انرژی مثبت خالصه، اصلا هیچ بدی نداره، نه قضاوت میکنه کسی و نه غیبت میکنه، نه بد میگه، کلا همه چیش مثبته. و یه خوبی دیگه ای که به نظر من امی داشت این بود که اون عقاید خودش رو به کسی تحمیل نمیکرد. کسی رو زوری نمیخواست ببره بهشت و اینجوری بود که میگفت خب اگه کسی بخواد عقایدش رو به من تحمیل کنه من چه حسی پیدا میکنم، به خاطر همین منم این کار رو نمیکنم، که دمش گرم. ولی خب توی زندگی خودش اون مذهبش اولویتش بود که خب به کسی هم ربطی نداشت. مثلا شنبه ها که روز مراسم کلیسا بود نه کار میکرد، نه سفر میرفت، نه توی هیچ مسابقه آموزش سگ و اینجور چیزایی شرکت میکرد. حتی امی و استیون می اومدن واسه نوجوانایی توی کلیسا مراسم رقص و دوره همی برگزار میکردن. یه دونه هم وبسایت به اسم آلواین را انداخته بودن که توش می اومدن از مسائل روزمره‌شون و زندگیشون و سفراشون و اینجور چیزا می نوشتن و یه جور وبلاگ بود که خب بیشتر مطلباشون هم حالا هوای مذهبی داشت طبیعتاً. اینا اومدن یه دونه لیست آهنگم تو اون وبسایتشون گذاشتن که اینجوری بگن که اصلا نیاز نیست که حتما فقط موزیکای مسیحی گوش کنیم. آهنگای غیر مذهبی و معروفی هم وجود دارن که خلاف باورهای مذهبی ما نیست، که این آهنگا موضوعایی مثل مواد مخدر و قتل و رابطه‌های خارج از ازدواج و اینجور چیزا توشون نبود. علاوه بر همه اینا امی و استیون می اومدن میرقصیدن، بعد ویدیو میگرفتن ازش میذاشتن تو اون وبسایته که اینجوری بگن که آقا با لباسای مثلا مناسب و با فاصله از هم میشه رقصید. که اینجا من جوابمو گرفتم، به خاطر اینکه من از همون اول اینجوری بودم که با این حجم از اعتقادات رقص یکم جور در نمیاد طبق تجربیات خودمون، که اینجا متوجه شدم که اینا اینجوری میرقصیدن. اینا یه زندگی خیلی شاد و خوبی داشتن تا اینکه یه دفعه همه چی تغییر کرد. تو روز 31 ماه می سال 2016 مامورای FBI اومدن دم در خونه امی. استیون اون موقع داشت توی زیرزمین کار میکرد، کلاً دورکار بود دیگه. بعد وقتی که صدای در رو شنید رفت بالا و وقتی در رو باز کرد با اشا سیلکی مأمور ویژه FBI و تری ریمند که مال همون اداره پلیس محلی خود کاتج گرو بود روبرو شد. اونا برگشتن گفتن که باید با امی صحبت کنن. گفتن امی تو خطر فوری نیست ولی موضوع خیلی جدی و اضطراریه. اون موقع امی خونه نبود، به خاطر همین قرار شد که به محض اینکه رسید خونه سریع بره به اداره پلیس. وقتی رسید به اونجا بردنش تو اتاق بازجویی. بعد به این فکر کنید که وقتی استیون و امی توی اتاق بازجویی نشسته بودن چقدر استرس داشتن، به خاطر اینکه هیچ کس حتی یک کلمه هم بهشون نگفته بود که چرا الان اینجان. بعد اینجوری هم بودن که ما خیلی آدمای معمولی هستیم، ما سرمون تو زندگی خودمونه، چرا باید FBI بیاد سراغمون؟ اما بالاخره یه نفر اومد توی اتاق بازجویی و یه چیزی به اونا گفت که حتی از قبلم شوکه‌تر شدن. اونجا به امی گفتن یه نفر که از برنامه سفراش و کارهای روزمره‌اش خیلی خوب خبر داشته میخواسته که امی بمیره و اینم فقط در حد ایده نبوده، برای انجام دادنش اقدام کرده. در واقع اون آدم توی دارک وب پول پرداخت کرده بود که برای کشتن امی آدم کش اجیر کنه. اینجای کار امی دیگه یه چیزی فراتر از شوکه بود، یعنی احساس میکرد که داره خواب میبینه. ماجرا اینجوری بود که چند ماه قبل، یعنی تو روز 15 فوریه سال 2016
یک کاربر به اسم داگ دیگاد اومده بود از طریق دارک وب با یه سایتی به اسم بسا مافیا ارتباط برقرار کرده بود. خود من احتمالا مثل خیلی از شماها دارک وب به گوشم خورده بود، ولی خب فقط در حد این بود اطلاعاتم که اوکی یه جایی از اینترنت که توش کارهای خلاف و غیرقانونی انجام میدن و بیشتر از این دیگه چیزی نمیدونستم، چون خب به کارم نمی اومد تا قبل از این پرونده. چند تا از کارهایی که توی این دارک وب انجام میشه ایناست: خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان، فروش هویت‌های سرقت شده، ویدیوهای قتل و شکنجه، فیلم‌های خاکبرسری آزاردهنده، بعد هک کردن و اجیر کردن آدمکش و اینجور چیزا. یعنی دیگه ببینید چیه این دارک وب. یه چیزی هم که من راجع به این دارک وب نمیدونستم که تو این پرونده فهمیدم اینه که این دارک وب برای اینکه بهش دسترسی داشته باشی باید یه نرم افزار مخصوص روی کامپیوترت نصب کنی. همینجوری آزاد قابل دسترس نیست، خدا رو شکر. حالا یکی از این سایت های دارک وب همین بسا مافیا بود که هکر و آدمکش اجاره میداد. آدمکشای اجاره‌ای می اومدن تو این سایت خودشون رو پرزنت می‌کردن، میگفتن که چه توانایی‌هایی دارن. تو خود سایت هم نوشته بود که این سایت، آدمای این سایت با مافیای آلبانی در ارتباطن، ولی سرکردهشون یه آدم مرموز، یه مرد مرموز به اسم اوراس که رومانیاییه. طرز کارشون هم این بود که باید باشون ارتباط برقرار می‌کردی، بعد اونا کمکت می‌کردن که مناسب ترین قاتل رو پیدا کنی. پرداختاشون هم همه از طریق بیت کوین بود که سری باشه و ردشون رو نتونن بزنن. شعارشون هم این بود که ما مافیای آلبانی هستیم، توی تک تک کشورهای دنیا عضو داریم، اگه میخواید کسی رو بکشین یا حسابی از خجالتش در بیاین، ما افراد مناسبی برای این کار هستیم. خیلی هم شیک. اون روز این کاربر داگ دیگاد اومده بود برای سایت بسا مافیا یه پیام گذاشته بود که توش نوشته بود من میخوام شما برام یه کاری انجام بدین، ولی نمیدونم چه جوری پول نقد رو تبدیل به بیت کوین کنم که کسی به من شک نکنه. در واقع نگران این بود که همون هول و هوش قتل اگه این بیاد یه عالمه پولو خیلی عادی و واضح تبدیل به بیت کوین کنه، خب پلیس بهش شک میکرد، چون که قطعاً برای انجام همچین کاری پول کمی ازش نمیگرفتن. این بسا مافیا هم کلا خیلی مشتری مدار بود. اومد براش یه لیست نوشت از کارهایی که باهاشون میتونه وانمود کنه که مثلا به خاطر ایناست که داره پولشو به بیت کوین تبدیل میکنه، مثل قمار و خرید کالا و خدمات و اینجور چیزا. بعدش هم اسم چند تا از این معامله‌گرای بیت کوین که اصلا مدارکی ازت نمیگیرن، همینجوری کارتو راه میندازن هم بهش دادن. بیت کوین هم که میدونید اینجوریه که مشخصه که از هر آدرسی چقدر خارج شده یا بهش وارد شده، ولی اصلا معلوم نیست که اون آدرس مال کیه، فرستنده کی بوده، گیرنده کی بوده. یعنی قشنگ انگار بیت کوین رو واسه دارک وب ساختن اصلا. بعدش که بسا مافیا این مشکل کاربر داگ دیگاد رو تونست برطرف کنه، اون دوباره براشون پیام نوشتش که هدف قرار ماه مارچ به شهر مولین ایلینوی سفر کنه. هزینه قتلش جوری که حادثه به نظر بیاد چند تا بیت کوینه، من چقدر باید پرداخت کنم. بعدش هم شاید باورتون نشه شروع کردن سر قیمت با هم دیگه چونه زدن. مزنه بسا مافیا اینجوری بود که هزینه یه قتل از $5000 شروع میشد. بعد قرار بود که این کار داگ دیگاد رو یه دونه آدم، یه خلافکار رده پایین انجام بده که بیان کرده بودن که قرار یقه اسکی مشکی هم بپوشه. من نمیدونم چه اطلاعات مهمی این بود، ولی قاتل قرار بود یقه اسکی مشکی بپوشه. استفاده از سلاح و اینکه یه جوری وانمود کنن، صحنه سازی کنن که حادثه به نظر بیادم، $4000 اضافه هزینه داشت که اینا مجموعاً میشه $9000. یعنی داگ دیگاد بعد $9000 پرداخت میکرد، ولی اینا با هم دیگه سر $6000 به توافق رسیدن. قرار شد همون یقه اسکی مشکیه توی اون محل قرار منتظر بمونه، بعد وقتی که امی اومد با ماشین زیرش بگیره. باورم نمیشه. یه سری پیام‌های دیگه هم این دوتا با هم دیگه رد و بدل کرده بودن، داگ دیگاد و بسا مافیا. اینجوری بود که اون میخواست مطمئن شه که بسا مافیا حتما این کار رو انجام میده و مثلا میخواست بگه که یه وقت فیک نباشن. بعد بسا مافیا هم همه رو با حوصله انجام داده بود. در نهایت هم این داگ دیگاد اومد نوشتش که باشه تحقیق کردم، هر چی که خوندم میگفت شما واقعی هستین و میتونین همین کاری که ادعا میکنین رو انجام بدین. بعد تو ادامهش نوشته بود که میگن بسا یعنی اعتماد،
همون بسا مافیا که گذاشته بود. پس لطفاً این اعتماد رو از بین نبرین. به دلایلی که خیلی شخصیه و ممکنه هویتمو لو بده، من به شدت میخوام که این آدم بمیره. لطفاً کمکم کنید. بعدش خیلی شیک، انگار که داره لباس سفارش میده، اومد فرم آنلاین سفارش تو اون سایت رو ثبت کرد. بعد یه اطلاعات خیلی خیلی کامل به همراه یه دونه عکس از امی براشون فرستاد. گفته بود که امی آلواین حدود 5 فوت و 6 اینچ قدشه، وزنش هم تقریبا 200 پونده. شنبه شب یعنی 19 مارچ باید تو هتل لاکوئنتیا توی شهر مولین باشه. یک شنبه 20 مارچ هم قراره توی مسابقه سگا که توی مدرسه مسیحی کوات سیتی برگزار میشه شرکت کنه. بعد در ادامش گفته بود که امی با یه مینیون تویوتا سیئنای سبز تیره احتمالاً رفت آمد میکنه. بعد نوشته بود من میخوام اون بمیره، 13 تا بیت کوین رو میفرستم، بعد اگه کار رو انجام دادین و مرگش هم شبیه حادثه بود بقیه پولو براتون میفرستم. خیلی ترسناک نیست؟ یه نفر اون بیرون انقدر مصر دنبال این باشه که تو رو به قتل برسونن، بعد انقدر راحت ثبت سفارش کنه با اونقدر پول. از اون طرف بسا مافیا اومد گفتش که ما توی 19 مارچ این کار رو قراره انجام بدیم. تو هم سعی کن تو اون روز بری توی مکانهای عمومی و بین مردم باشی، جاهایی که دوربین مداربسته دارن مخصوصا، که بعدن اگه اومدن سراغت بتونی یه عذر موجه داشته باشی، به خاطر اینکه بگی من اون روز اونجا نبودم تو محل حادثه، و اینجوری هم اونا صحنه رو بگن که حادثه بود و پرونده رو ببندن. هیچی دیگه. این طرف منتظر بود که امی به قتل برسه و دیگه میگفت کار تمومه، ولی 19 مارچ رد شد و واسه امی هیچ اتفاقی نیفتاد. به خاطر همین اومد دوباره به بسا مافیا پیام داد که من هیچ خبری ندیدم، میدونی کار تموم شده یا نه؟ که اونم از اون ور گفتش که نه، به خاطر اینکه آدمکش نتونسته فرصت مناسب پیدا کنه، چون باید یه جوری باشه که بتونه از در سمت راننده بکوبه بهش که مطمئن بشه مرده. بعد اضافه کرد که اصلا نظرت چیه که از تک تیرانداز استفاده کنیم، البته اگه قرار نباشه کسی به تو شک کنه. بعد داگ دیگا جوابشو اینجوری داد که نه، کسی به من مشکوک نمیشه، فقط به هر روشی که میتونید انجامش بدید، برای من فرقی نمیکنه، فقط انجامش بدید. که اولش گفته بود میخوام حادثه به نظر بیاد، ولی خب الان تک تیرانداز که قطعا حادثه به نظر نمیاد، یعنی دیگه قشنگ دیوونه شده میگه فقط انجامش بدین. که بسا مافیا هم گفت اوکی، تک تیرانداز 100%، فقط باید $6000 دیگه پول بدی. که این بنده خدا هم انگار اون موقع پول نداشت بیچاره، به خاطر همین تک تیرانداز کنسل شد و قرار شد برگردن به همون نقشه قبلی. که اون نقشه قبلیشونم بسا مافیا کلا دبه کرد، گفتش که نه اصلا فرصت مناسب تو این سفری که رفته بود به مولین پیدا نشده که ما بتونیم کارشو تموم کنیم و این نقشهشون هم کلا اجرا نشد. روز بعدش این بسا مافیای مشتری مدار اومد برای داگ دیگاد نوشتش که ما معمولاً راجع به این که چرا این آدم میخواد اون هدف بمیره سوالی نمیپرسیم چون برامون مهم نیست، ولی اگه این آدم اعضای خانوادته یا همسرته، ما این کار رو تو شهر خودت هم میتونیم انجام بدیم و یه کاری میکنیم که شبیه تصادف یا دزدی به نظر برسه. داگ دیگاد اومد نوشت که نه همسرم نیست، ولی خودم هم داشتم به این مسئله فکر میکردم. کشتنش توی خونش چقدر هزینه داره و اینجوری که بعدش هم خونه رو آتیش بزنید که معلوم نشه چیزی از اونجا دزدیده شده یا نه. بعدم گفتش که اصلا بعید میدونم چیز با ارزشی واسه دزدیدن داشته باشه. اضافه کرد که اون احتمالاً همین پنجشنبه ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به وقت مرکز آمریکا خونه است. یعنی همه چیش هم میدونسته نکبت. آدرس خونه امیرم براشون فرستاد. بعد بسا مافیا گفتش که اوکیه این کار رو میتونیم انجام بدیم، فقط این 10 تا بیت کوین دیگه میخواد که اون موقع میشد $4500، که اینم اون موقع پول داشت پرداخت کرد و دوباره ثبت سفارشش رو انجام داد. یکم هم اطلاعات بیشتر بهشون داد و اینجوری بود که دارم سعی میکنم اطلاعات دیگه‌ای هم به دست بیارم جوری که کسی بهم شک نکنه. فعلا فقط میدونم که فردا از ساعت 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر خونه است. برنامه پنجشنبه‌ش هم که بهتون گفتم. هر وقتم که نهایی کردین داستان و ساعت و ایناشم اوکی شد، به من خبر بدین که من توی مکانهای عمومی باشم. گفتش که شوهرش یه تراکتور داره، به خاطر همین احتمالاً توی گاراژشون چند تا گالون بنزین هم هست، ولی من مطمئن نیستم.
یه چیز دیگه هم اضافه کرد، گفت اگه این تویوتا سیناش دم در پارک شده باشه قطعاً خون است. اینا اومدن قرار رو گذاشتن واسه پنجشنبه، ولی پنجشنبه هم رد شد و هیچ بلایی سر امی نیومد. بسام مافیا این دفعه اومد گفتش که آدم کش سر راه براش یه مشکلی پیش اومده، واسه همین تو اون تایم 9 صبح تا 12 بعد از ظهری که گفتی پنجشنبه خونه است نتونسته خودشو برسونه اونجا، واسه همین باید یه روز دیگه تعیین کنیم. داگ دیگاد اومد تو جواب براشون نوشتش که من هنوزم میخوام که این داستان انجام بشه، ولی برای اینکه ازش اطلاعات بگیرم مجبورم وانمود کنم دوستشم و باهاش مهربون باشم و این رفتار داره منو دیوونه میکنه. از طرفی اگه بخوام اطلاعات بیشتری هم ازشون بگیرم یه وقت بهم شک میکنن. یعنی ببین این آدم چقدر از امی متنفر بوده، بعد از اون بدتر چقدر دوستیشون با همدیگه صمیمی بوده که این تقریبا همه چیز رو راجع به امی میدونست. آخرش این خیر ندیده ها قرارشون رو گذاشتن واسه روز دوشنبه، ولی تو روز دوشنبه هم پلیس اومد ماشین اون آدمکش رو متوقف کرد که بتونه مدارکش رو چک کنه. بعد فهمیدن که ماشین سرقتیه، واسه همین بردنش برای بازجویی و طبیعتاً نتونست امی رو بکشه. امی عمرش به دنیا بود کاملا. دیگه اینجای داستان کارد میزدی خون داگ دیگاد در نمی اومد، به خاطر اینکه میخواست هر چه زودتر فقط امی رو بکشن، بعد هر دفعه به خاطر یه چیز مسخره نقشه‌شون شکست میخورد. واسه همین دیگه قاطی کرد و رفت واسه بسام مافیا یه چیزی نوشت که اصلا تصورش هم نمیتونید بکنید. براشون نوشته بود که ببین میدونم یه وقتایی یه مشکلاتی پیش میاد، اما این زن با شوهر من خوابیده و زندگی منو اینجوری نابود کرده، به خاطر شوهرم منو ترک کرده و همه اینا بس نبود، الان داره مشتریای کسب و کار منم میدزده. من با وجود همه اینا هم باید یه جوری وانمود کنم که انگار دوستشم. دیگه نمیتونم این کار رو ادامه بدم. هر کاری که از دستم برمی اومد انجام دادم، ولی الان دیگه اگه بخوام بیشتر از این بهش نزدیک بشم و ازش سوال بپرسن دیگه بهم شک میکنن. شما 3 تا فرصت خوب داشتین ولی هر 3 تاشو از دست دادین. بعد گفته بود که اون ایده تک تیرانداز و بعدش هم آتش زدن خونه رو دوست داشتم، به خاطر اینکه شبیه دزدی به نظر میرسید. اما الان اصلا دیگه برام مهم نیست به چه روشی انجام میدین، فقط انجامش بدین. منم دیگه به زندگی عادی خودم برمیگردم، بیشتر از اینم سوال نمیکنم که کسی بهم مشکوک نشه، چون فکر میکنم اگه این کارو کنم اوکیه، کسی بعداً به من شک نمیکنه. اینجا اومد تهدید کرد، گفت اگه تا اول ماه می کارمو انجام ندین باید پولمو پس بدین. بعد دید که نه، خب کارش به اینا گیره، اومد گفتش که تا اون موقع زمان کافی دارین، چون من نمیخوام دوباره دلمو خشک کنم بعد دوباره نشه من ناامید بشم. نه تاریخش برام مهمه، نه روش انجام دادنش برام مهمه. عکسشو دارین، آدرسشو دارین، مشخصاتش همه چی هست، فقط این کارو انجام بدین. ولی یه خواهشی ازتون دارم، اونم اینه که به بچه‌ش و همسرش هیچ آسیبی نرسونین. بچه اونا همبازی بچمه و من نمیخوام یتیم بشه. بعد برای اینکه حجت رو تموم کرده باشه اومد یه سری اطلاعاتی که این آخرا به دست آورده بودم دوباره به اینا داد. گفتش که آخر این هفته بین 7 تا 10 آپریل قراره بره آتلانتا، ولی من جزئیاتش رو نمیدونم. چند روز پیشم داشتم اتفاقی از جلوی گاراژشون رد میشدم که درش باز بود و من دیدم که 3 تا گالون بنزین کنار دریه که از گاراژ به خونه راه داره. بعد گفتش که یه دونه کپسول پروپانم اونجا دیدم کنار در ورودی گاراژ که مطمئن نیستم اینا همشون پر هستن یا نه. آخرش هم گفتش که من فقط میخوام این زن برای همیشه از بین بره که من بتونم زندگی خودم رو ادامه بدم. ممنون بابت کمکتون. خیلی هم با ادبه. همونطور که احتمالاً حدس میزنین اول ماه می هم رد شد و هیچ اتفاقی واسه امی نیفتاد و اینجا دیگه داگ دیگاد خون جلوی چشش رو گرفته بود. رفت براشون نوشت بس دیگه، آدمای محلی شما خیلی افتضاحن، چند تا فرصت داشتین ولی هیچ کاری نتونستین بکنین، از پس یه کار ساده هم بر نیومدین. کار ساده. بعد گفته بود که این دفعه با یکی از آدمای حرفه‌ایتون امتحان میکنم، باید فقط قبلش پولمو جمع کنم. بعد وسط اون دعوا و ایناش اومد گفتش که میشه بگین برای کار کردن با یه آدم حرفه‌ای باید چقدر پرداخت کنم که بتونم برم پولمو جمع کنم تا 1-2 ماه دیگه دوباره سفارشمو ثبت کنم. تا اون موقع هم لطفاً پولمو پس بدین. یعنی حتی وقتی که انقدر از دستشون قاطی کرده
بازم ببینید چقدر دلش میخواد امی بمیره که حاضره به کار کردن با اینا ادامه بده، فقط مثلا یه آدم حرفه‌ای تر استخدام کنه. جوابی که بسا مافیا میده اینه که این سایت کلاً هک شده و اگه 10 تا بیت کوین دیگه به حسابمون نزنی، همه ایمیل‌ها و پیاماتو میدیم دست پلیس. این پیامایی هم که بینشون رد و بدل شد مال یه هفته قبل از این بود که FBI بره در خونه امی. اما این سایت بسا مافیا واقعاً هک شده بود. این هک کردنه توی 25 آپریل 2016 اتفاق افتاده بود و اینجوری بود که اسم و مشخصات و پایگاه داده و سفارش‌ها و عکس‌ها و همه چی منتشر شده بود و تو میتونستی بری چک کنی ببینی که کسی آیا سفارش قتل تو رو داده یا نه، که یکی از همین سفارش قتل هم مربوط به امی بود. این بسا مافیا و داگ دیگاد 147 تا پیام بینشون رد و بدل شده بود که حداقل 12 بار توشون برای مرگ امی، برای قتل امی برنامه ریزی کرده بودن. FBI هم خب طبیعتاً بعد از اینکه این اطلاعات رو به دست آورد رفت سراغ تک تک کسایی که اسمشون به عنوان قربانی احتمالی توی اون سایت بود. اگه یادتون باشه بهتون گفته بودم که مأمور سیلکی وقتی که رفتم خونه امی و امی اونجا نبود به استیون گفتش که امی تو خطر فوری نیست، ولی خب موضوع جدیه. حالا این به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه مشخص شد این سایت بسا مافیا از اول تا آخرش کلاهبرداری بوده. هیچ کدوم از ادعاهاش واقعی نبوده. اون سرکردش اورا اصلا با هیچ مافیایی در ارتباط نبود. فقط اینجوری بود که میومد از کسایی که سفارش میدادن پول میگرفت واسه انجام قتل و اون قتل رو هیچ وقت هم انجام نمیداد. و اینجوری بود که هیچ کس هم نمیتونست بره به پلیس شکایت کنه. چی میگفت؟ میرفت میگفت من یه قتل سفارش دادم ولی پولمو بالا کشیدن نکشتن اون آدمو. نمیشه که. از دید قربانی‌ها بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، این کار اورا اتفاقا خیلی هم خوب بوده. به خاطر اینکه به این کسایی که سفارش قتل میدادن یه ضد حال اساسی زده. اینجوری بوده که پول ازشون میگرفته ولی در عوض هیچ کس هم آسیب نمیدید. اما اینکه بسا مافیا واقعی نبود یه حقیقت خیلی جدی که یه نفر اون بیرون هست که دنبال قتل امیه رو که تغییر نمیداد. مخصوصا اینکه اون آدم انقدی به امی نزدیک بوده که اطلاعات خیلی دقیقی از برنامه سفراش و کارهای روزمره‌اش و خانواده‌اش داشته. حتی اون آدم خودش هم توی پیاماش ادعا کرده بود که توی کسب و کار آموزش سگه، به خاطر اینکه گفته بود امی داره مشتریای منو ازم میدزده، با شوهرم هم که رابطه داشته. حالا شما تصور کنید مامورا دارن اینا رو به امی و استیون میگن و اونا دارن هاج و واج نگاهشون میکنن. امی با اون اعتقادات مذهبیش بیاد به شوهرش خیانت کنه، یه رابطه خارج از ازدواج داشته باشه، اونم با شوهر یه نفر دیگه. از یه طرف دیگه هم اصلا نمیتونستن حتی یه نفر رو اسم ببرن توی اطرافیان و نزدیکانشون که بتونه انقدر از امی کینه داشته باشه. یعنی نه تنها دشمنی به نظرشون نمیرسید، حتی نمیتونستن اسم یه نفر رو ببرن که بگن آقا مثلا این یه جای دلخوری کوچیکی از امی داشته، انقدر که این آدم بیازار بود. و همینم باعث شده بود که مامورا این دفعه گیج بشن. این مسئله برای امی خیلی وحشتناک و ترسناک شده بود، به خاطر اینکه فکر کن یه نفر اون بیرون هست که حاضر چند هزار دلار پول بده و واقعا هم این کارو کرده که بیان تو رو بکشن، که از اطرافیان و نزدیکای خودت هم بوده، به خاطر اینکه اطلاعات خیلی زیادی راجع به تو داشته و تو الان اینجوری که نمیدونی در مقابل کدوم دوست و آشنات باید از خودت مراقبت کنی و واسه همین کم کم دیگه به همه شک میکنی. خیلی بده. تنها سرنخی که FBI از اون پیامای داگ دیگاد داشت این بود که نوشته بود که اگه امی بمیره منم که کسب و کار امی رو به ارث میبرم. کسب و کار امی هم اون موقع کلاً 50,000 دلار میارزید. از اون طرف استیون اصلا علاقه‌ای به سگان نداشت، به آموزششون و اصلا کلا ارتباط داشتن باهاشون. در نتیجه قطعاً اگر امی بلایی سرش میومد این نمیومد بره سراغ کسب و کار امی. واسه همین مامورا اومدن از امی پرسیدن که توی محل کارت آیا کسی هستش که از مرگ تو یه سودی ببره یا قرار باشه بعد از مرگ چیزی بهش برسه، که بازم جواب امی منفی بود و اینجوری بود که من با همه همکارام ارتباط خیلی خوبی دارم و بعد از مرگ منم کسی قرار نیست از نظر کاری یا مالی نفعی ببره. اینجای کار FBI که دید امی قرار نیست یه دونه اسم حتی بهش بده،
واسه همین خودش دست به کار شد، گفتش که یه لیست از همه کسایی که ممکنه بعد از مرگ تو از کسب و کارت سودی ببرن یا کسب و کارتو کلا به ارث ببرن برای من بنویس، که امی و استیون هم با اکراه این کار رو انجام دادن. در نهایت یه لیست از همکارای امی تحویل پلیس دادن که توی اون لیست بهترین دوستش شارون و 2 مربی سگ دیگه به اسمای گیل و کریستن هم بودن. بعد بین همه این آدما، همه کسایی که توی این لیست بودن، فقط کریستن بود که یکم اطلاعاتش با اون چیزایی که داگ دیگاد توی پیامش گفته بود همخونی داشت. کریستن به امی کمک کرده بود بخش آنلاین کسب و کارش رو راه بندازه. وقتی اینا خانوادگی میرفتن سفر، از سگاشون مراقبت میکرد و بچه‌ش هم با جو بعضی وقتا بازی میکرد که اون داگ دیگاد هم گفته بود که بچه امی همبازی بچمه. با وجود همه اینا، امی هنوزم میگفت که کریستن ربطی به این ماجرا نداره. به هر حال اون 3 خانم آوردن بازجویی کردن ازشون که باعث شد اونا هم خیلی شوکه بشن، ولی در نهایت همه مدارکی که بود ثابت میکرد که واقعا هیچ کدوم از این 3 خانم دخلی به این ماجرا نداشتن. پلیس وقتی که دید از همکارای امی به هیچ جا نرسیده، اومد بهش گفت که این دفعه باید یه لیست به من بدی که همه آدمایی که تو رو میشناسن تو اون لیست باشن. اعضای خانواده‌ات، دوستات، همکارات، اعضای کلیسا، کلاً همه. که این لیسته بیشتر از 100 تا اسم توش بود و پلیس شروع کرد خیلی محرمانه اونا رو تک به تک بررسی کرد. به نظر پلیس تو این پرونده خیلی خوب داشت عمل میکرد، به خاطر اینکه اصلا اینجوری نبودن که بگه خب حالا یه نفر میخواسته امی رو بکشه، الانم که نتونسته پس بیخیالش. چون طبق سابقه شون مخصوصا تو پرونده های اخیر اینجوری بودم که احتمال این خیلی زیاده، ولی اینا قشنگ پیگیر بودن. هدفشون از این کار این بود که ببینن کی بیشتر از همه از زندگی امی و برنامه سفراش و کارهای روزمرش خبر داشته. از 4 نفر از این آدما بازجویی کردن، سوابق یه سری دیگر هم بررسی کردن، ولی فقط به یه نتیجه رسیدن. امی هیچ دشمنی نداشت. حتی خود امی از اینکه اسم این آدما رو داده بود به پلیس عذاب وجدان گرفته بود، چون مطمئن بود که کار هیچ کدومشون نیست. بعد طی این تحقیقاتشون یه چیز دیگه که متوجه شدن این بود که اون ادعای رابطه خارج از ازدواج امی و خیانت کردن به شوهرش چرت و پرت محضه، به خاطر اینکه وقتی امی رو بیشتر شناختن گفتن که اصلا همچین کاری از این زن بر نمیاد. و اینجا بود که دیگه تقریبا تحقیقاتشون به بنبست خورد و به خاطر همین اشا سیلکی موقعی که داشت با امی خدافظی میکرد کارت ویزیتش رو داد به امی و گفتش که هر موقع نیاز داشتی به من زنگ بزن. بعد از همه این اتفاقا اینا تقریبا برگشتن به روال سابق زندگیشون، با خانواده‌شون رفت آمد داشتن، کلیسا میرفتن، برگشته بودن سر کارشون. حتی امی اون آموزش سگا و شرکت تو مسابقه ها و اینجور چیزا هم دوباره شروع کرده بود. اونا تقریبا راجع به این موضوع به هیچکی هیچی نگفته بودن، به خاطر اینکه نمیخواستن حالا این وسط پدر و مادر امی هم بیان نگران بشن. حتی کسایی که به خاطر بازجویی پلیس از این مسئله باخبر شده بودن، ماجرا رو خیلی کم اهمیت نشون میدادن. تنها کسایی هم که امی باهاشون درد و دل میکرد راجع به این موضوع خواهرش و دوستش شارون بودن. انقدر این آدم دل نازک بود که یه بار با گریه به خواهرش گفته بود که از فکر این که یه نفر فکر میکنه دنیا بدون من جای بهتریه احساس شکست میکنم. به خاطر همین با اینکه همه چی از بیرون خیلی عادی به نظر می رسید، امی در واقع داشت با ترس زندگی می کرد. حتی خواهرش می گفتش که این مسئله تبدیل شده براش به یه عذاب دائمی، به خاطر اینکه حتی وقتی می خواست یه کارای ساده بکنه، مثلا بره فروشگاه خرید ساده انجام بده، اضطراب خیلی شدیدی می گرفت، چون که فکر می کرد که الان یه نفر اون بیرونه که همیشه مواظبشه و می خواد که امی بمیره، که خیلی طبیعی هم هست. واسه اینکه یکم خیال امی راحت بشه، اومدن برای خونه سیستم دزدگیر نصب کردن. رمز در گاراژم عوض کردن. برای همه ورودیای خونه‌ام دوربین مدار بسته و حسگر حرکتی گذاشتن. بجز در پشتی خونه‌شون که سگا اونجا رفت آمد می‌کردن، هی از خونه میرفتن تو پاسیو و اگه قرار بود که حسگر حرارتی داشته باشه، اینا دیگه سرسام می‌گرفتن. از اون به بعد امی و استیون دیگه خیلی همش مراقب اطرافشون بودن. امی انگار یه جور پارانویای به حق البته گرفته بود و یه بار مثلا تو ماه جون سال 2016
امی زنگ زد به پلیس، گفتش که یه ون آبی مشکوک ته خیابون پارک کرده. بعد وقتی پلیس رسید اونجا مشخص شد که اون آدم یکی از کسایی بوده که همون اطراف کار میکرده. بعد اومده تو ماشینش فقط یه ذره استراحت کنه. یعنی اوضاع یه جوری بود که امی حتی اگه یه ماشین ناشناس توی خیابونشون میدید به شدت اضطراب میگرفت. استیون اومد یه قدم جلوترم رفت. اینا از قبل یه دونه شاتگان و 2 تا تفنگ تو خونه داشتن، ولی برای محکم کاری بیشتر استیون اومد برای مجوز یه اسلحه کمری هم درخواست داد. در نهایت هم با امی رفتن که اونجا انتخاب کنن. امی هم یه دونه اسپرینگفیلد 9 میلیمتری انتخاب کرد که وقتی آوردنش خونه گذاشتن توی یه دونه گاف صندوق مخصوص اسلحه که فقط با اثر انگشت امی باز میشد و اونم گذاشت زیر تخت، اون قسمتی که خودش میخوابید. از اونور استیون هم شاتگانش رو میذاشت کنار تخت. یعنی شما ببینید که این زندگی تبدیل به چه کابوسی شده بود. از اون اسلحه کمری هم خیلی استفاده نمی‌کردن. کلا خیلی با خودشون نمی‌بردنش بیرون که من نمی‌دونم چرا پس خریده بودن. فقط یه بار استیون اونو با خودش برد به خونه کریستن، چون ازش خواسته بود که بیاد سیستم امنیتی وایفایش رو براش نصب کنه. چون بعد همه این اتفاقا اینجوری بودن که دیگه نمیدونستن به کی میتونن اعتماد کنن. حتی قرارای 2 نفرشون هم تغییر کرده بود. اینا به جای اینکه برای شام یا دیدن فیلم برن بیرون، موقعی که می‌خواستن برن بیرون میرفتن به میدون تیر تا با اسلحه‌شون تمرین تیراندازی کنن که اگه یه روز مجبور شدن ازش استفاده کنن حداقل بلد باشن چجوری باهاش کار کنن. برادر امی هم اتفاقا تیرانداز خیلی خوبی بود و یه وقتایی هم امی با برادرش میرفت اونجا. از اون طرف یادتونه گفته بودم که مأمور سیلکی موقعی که میخواست از اینا خداحافظی کنه کارتشو داد به امی و گفتش که هر موقع خواستی بهم زنگ بزن. این باعث شده بود که امی واقعا اینو جدی گرفته بود و هر موقع دلش میخواست زنگ میزد به مأمور سیلکی و باعث شد که رابطهشون کم کم از اون رابطه کاری فراتر بره و یه جورایی با هم دیگه دوست بشن. امی با عشا راجع به احساساتش، اتفاقایی که تو زندگیش میافتاد و کلا راجع به همه چی باهاش حرف میزد. اونا حتی چند بارم حضوری همدیگه رو دیده بودن که 2 بارش استیون هم همراهشون بود. به نظرم چون امی نمیتونست خیلی با بقیه راجع به این مسئله صحبت کنه، عشا تبدیل شده بود به دوستش، به خاطر اینکه نمیخواست بقیه رو نگران کنه، ولی وقتی با عشا صحبت میکرد انگار میتونست با یه کسی که این جدیت این ماجرا رو واقعا میدونه درد و دل کنه و یکم هم اینجوری احساس امنیت میکرد. حتی خلاصه که همینجوری اوضاع برای امی داشت با ترس و اضطراب و استرس و اینجور چیزا پیش میرفت تا اینکه اون اتفاقی که ازش وحشت داشت سرش اومد. این دفعه یه ایمیل ناشناس با اسم جین براش فرستاد که توش نوشته بود امی خانواده‌ات تو خطرن. هفته قبل یک شنبه یه ایمیل گرفتی که راه حل این مسئله توش نوشته بود، ولی تو به این ایمیل هیچ توجهی نکردی. واقعا انقدر خودخواهی که جون خانواده‌ت رو به خطر بندازی؟ بعدم براش نوشته بود که اگه ایمیل رو پیدا نکردی پوشه اسپمتو برو چک کن. دقیقاً هم همین بود، به خاطر اینکه امی اصلا ندیده بود ایمیل رو. واسه همین رفت تو اسمم، اونجا پیداش کرد. اونجا همین جین براش اینجوری نوشته بود که امی من هنوز تو رو مقصر خراب شدن زندگیم میدونم. نمیدونم یه زن چاق مثل تو چجوری شوهرمو از من گرفته، اما اون به خاطر تو منو ول کرد و از اون به بعد زندگیم جهنم شد. این ایمیل رو به خودت فرستادم چون انگار دیگه میدونی من میخوام چی کار کنم. به خاطر اینکه تحت نظر پلیسی نمیتونم مستقیم به خودت حمله کنم. پس قرار اینجوری باشه که به جای تو میرم سراغ چیزایی که تو خیلی دوستشون داری. در ادامه اینجوری بود که راجب پسرت، شوهرت، کسب و کارت اطلاعات دارم کاملا. به لطف اینترنت میدونم مامان و بابات توی وودبری زندگی میکنن، برادرت تو سنتفال، خواهرت هم توی پنسیلوانیاست. بعدش این نکبت شروع کرده به تهدید کردن امی و گفته که این مدت حسابی تحقیق کردم، فهمیدم که اگه توی لوله ترمز آب بریزی ترمز از کار میفته. حالا فکر کن اگه شوهرت با کامیونش داره یه بار سنگین حمل میکنه ولی یهو ترمزش از کار بیفته چی میشه؟ بعد فقط شوهرش هم تهدید نکرد، گفتش که تازه فهمیدم که چجوری کنترل گاز رو میشه دستکاری کرد که منفجر بشه و یه جوری باشه که انگار حادثه است. بعد اضافه کرد که میدونم کنترل گاز خونه و محل کارت تو قسمت شرقی ساختمونه، کنترل گاز خونه پدر مادرت هم تو قسمت جنوبیه. بعد آخرش نوشته بود که من هنوزم کل خانوادت رو زیر نظر دارم. پسرت هفته پیش پیرن صورتی پوشیده بود. دیدم جای پارک ماشین کاروانتون رو عوض کردین.
بعدم گفته بود که فقط یه راه نجات داری، اونم اینه که خودتو بکشی. اگه این کارو نکنی تمام چیزایی که دوستشون داری و دونه دونه از دست میدی. بعد هر دفعه به این فکر میکنی که من میتونستم جلوی این مسئله رو بگیرم. واسه همین بعدش یه جوری میشه که دیگه خودت دلت میخواد بمیری. پس چرا همین الان این کارو نمیکنی که خانواده‌ت هم نجات پیدا کنن؟ این یکی از بدترین دستکاری‌های روانیه که تو زندگیم دیدم. به خاطر اینکه وقتی فکر میکنم که اگه من جای امی بودم چی کار میکردم، به این نتیجه میرسم که واقعا شاید این کارو میکردم که خانواده‌م آسیب نبینن، اونایی که دوستشون دارم آسیب نبینن. نکبت خیلی ماهرانه داشت تهدید میکرد. یعنی اینجوری نبود که من میام میکشمت، میگفت تو خودتو بکش که خانواده‌ت آسیب نبینن. شما بودین چیکار میکردین خدایی؟ بعد به همینم که بسنده نکرد، اومد یه دونه لیست برای امی نوشت از روش‌های مختلف خودکشی که مطمئنن. بهش گفتش که اگه یه راه مطمئن رو انتخاب نکنی نجات پیدا میکنی، بعد میبرنت توی مرکز روانپزشکی بستریت میکنن. بعد اونجوری هم همسرتو از دست میدی، خانواده‌تو از دست میدی، زندگیت کلا نابود میشه. پس سعی کن یه روشی انتخاب کنی که مطمئن باشی قطعا میمیری. آخرش هم گفته بود که به نظر من اصلا انتخاب سختی نیست. جون خودت در مقابل جون 6 نفر دیگه. خانواده‌ت به تو اصلا احتیاجی ندارن ولی تو میتونی نجاتشون بدی. بعدم گفته بود که راجع به این ایمیل اصلا با هیچ که حرف نزن که من اگه حرف بزنی سری میفهمم و اون موقع توافقمون لغو میشه و میام سراغ خانواده‌ت. به خاطر اینکه اینجوری بود که خب من قبلا هم از این ایمیل‌های غیر قابل ردیابی استفاده کردم و پلیس نتونسته پیدام کنه. الانم قطعا نمیتونه این کارو انجام بده دیگه. آخرش هم یه جمله نوشته بود که من وقتی اینو خوندم چیزی جز حرفای بد و رکیک توی ذهنم نیومد. اونم این بود که نوشته بود انتظار دارم توی 1-2 هفته آینده آگهی فوتتو ببینم. امی بعد از اینکه این ایمیل رو کامل خوند تایید کرد که یه سری از اطلاعاتش اتفاقا درسته. مثلا اینکه هفته پیش پسرش پیرهن صورتی پوشیده بود یا اینکه کنترل گازشون کجاست. ولی اشتباه هم داشت توی این اطلاعات. مثلا اینکه خواهرش توی پنسیلوانیاست. ولی اینجوری نبود که کلا غلط باشه، فقط اطلاعات بروز نبود چون خواهرش تازه از اونجا اساس کشی کرده بود. اینجای کار FBI این تهدید رو خیلی جدی گرفت که من واقعا ممنونم ازشون. بازم میگم به خاطر اینکه پلیس اینجا خیلی خوب عمل کرده. مأمور سیلکی هم متوجه شد که این ایمیل از یه سیستم ایمیل یه بار مصرف ارسال شده که هیچ جوره قابل ردیابی نیست. تو مرحله بعدی مامورا اومدن همه دستگاه‌های الکترونیکی امی و استیون، گوشی‌هاشون، کامپیوتراشون، هر چی که بود و جمع کردن با خودشون بردن اداره پلیس که اونجا بررسیش کنن. اما هیچ مدرکی پیدا نشد. قشنگ یک گره کور شده بود این ماجرا. مامورا که عملاً هیچ سرنخی نداشتن، این دفعه رفتن سراغ یه سری چهره‌های شناخته شده تو زمینه آموزش سگ، به خاطر اینکه اون داگ دیگاد گفته بود من کسب و کارم همینه، که کامپیوترهای اونا هم بررسی کردن. تو اونا هم حتی هیچی پیدا نشد. حالا تو همه این تایما FBI داشت سعی می‌کرد فقط به امی آرامش بده، چون که واقعا دیگه از شدت اضطراب نمیدونست چی میشه و داره چی کار میکنه. حتی مأمور سیلکی برگشته بود گفته بود که این ایمیل نشونه خوبیه، به خاطر اینکه نشون میده طرف، اون داگ دیگاد، از اینکه آدمکش اجاره کنه برای قتل امی رسیده به اونجایی که داره سعی میکنه یه کاری کنه امی خودشو بکشه. و میگفتن که این یعنی اینکه اون طرف اصلا نمیخواد خودش شخصا امی رو به قتل برسونه. از اون طرف مامورا اصلا نگران این نبودن که امی بخواد خودکشی کنه، به خاطر اینکه هم خود امی به مأمور سیلکی گفته بود که من اصلا هیچ وقت خانواده‌مو اینجوری تنها نمیذارم و این کارو نمیکنم. همین که از نظر باورهای مذهبیش خودکشی اصلا هیچ افتضاحی بود و اینا هم خیلی مؤمن و معتقد بودن. در نتیجه اصلا امکان نداشت که امی خودشو بکشه. با اینکه همه اینا رو بهش گفته بودن و همش داشتن سعی میکردن که یه جوری آرومش کنن، چون که امی دیگه از شدت اضطراب نمیدونست داره چی کار میکنه، بازم تمام زندگیشو داشت با ترس و وحشت میگذرون که من واقعا بهش حق میدم. واسه همین چند هفته بعد تصمیم گرفت توی یه دوره 8 هفته‌ای آکادمی شهروندی پلیس کاتج گرو ثبت نام کنه. توی فرم ثبت نامش هم نوشته بود که هدفش از این کار اینه که بیشتر راجع به اداره پلیس و نحوه کارش یاد بگیره و اینکه ببینه چجوری میتونه به عنوان یه شهروند بهتر از پلیس حمایت کنه.
یعنی قشنگ زندگیش از زندگی آروم و نرمال و شاد تبدیل شده بود به یک کابوس. مسئول این دوره هم یه خانم گروهبان بود به اسم گوئن مارتین که بعداً گفت من اصلاً از این تهدیدایی که علیه جون امی میشد خبر نداشتم. یعنی امی هیچی به اون یا بقیه شرکت کننده ها نگفته بود. تو این دوره قرار بود یاد بگیره که چجوری بهتر تیراندازی کنه و چجوری از روی یه قوطی نوشابه اثر انگشت برداره و قرار بود که به همراه یه دونه مأمور پلیس توی یه شیفت کاری گشتزنی کنن و به خاطر اینکه خب مشخصاً امی عاشق سگ‌ها بود تصمیم گرفت که با یکی از مأمورای واحد سگ‌های پلیس همراه باشه و انقدر ذوق زده بود سر اون شیفت که اون مأمور بهش اجازه داد که 2-3 ساعت بیشتر بمونه. آخر این دوره 8 هفته‌ایشون هم یه دونه جشن کوچیک فارغ التحصیلی براشون گرفتن که امی طبق معمول با اشتیاق زیاد توش شرکت کرد. حالا این دوره باعث شده بود که امی اعتماد به نفس خیلی بیشتری پیدا کنه، ولی خب این چیزی از اون ترس و اضطرابش کم نمی‌کرد. و اون سردردای میگرنی که از خیلی قبل بعضی موقع می اومد سراغش تو این دوره دیگه خیلی زیاد شده بودن. مثلا تو سر کارش وقتی که داشت کلاسش رو برگزار میکرد همش اینجوری بود که الان کدوم یکی از این شاگردایی که اینجا نشستن ممکنه بخوان که من بمیرم. کلا اینجوری بود که اون جین یا همون داگ دیگاد همش داره تعقیبش میکنه و زیر نظرش داره. حالا تو کل این مدت خواهرش واقعا بزرگترین حامی امی بود. به خاطر اینکه اون موقع که خواهرش رفته بود دانشگاه یه شهر دیگه، امی هر روز براش نامه مینوشت که اون احساس تنهایی نکنه. و حالا که امی توی همچین شرایط سختی قرار گرفته بود، خواهرش میگفتش که من باید ازش حمایت کنم و اون روزا رو براش جبران کنم. یکم میریم جلوتر. توی اکتبر سال 2016 امی، استیون و پسرشون رفتن آلمان که توی جشن پاییزی کلیسای یونایتد چرچ آف گاد شرکت کنن که همون جشناییه که گفتم اینا هر سال به خاطرش میرفتن یه گوشه از دنیا. و هر کسی هم که توی اون جشن بود میگفتش که امی واقعا یه آرامشی تو چهرش دیده میشد، از ته دلش خوشحال بود. اونم به خاطر این بود که خب از اون کاتج گرو اومده بود بیرون و دیگه احساس نمیکرد که یه نفر مثل روح همش همراهشه. اما به محض اینکه برگشتن زندگیشون دوباره برگشت به روال عادی و امی هم همونجوری با استرس داشت زندگیشو میکرد تا اینکه توی روز یکشنبه 13 نوامبر ماجرا تازه شروع شد. اون روز استیون قبل از ساعت 6 صبح بیدار شد، رفت زیر زمین که کار کنه. بعد حدود ساعت 12 اینطورا بود اومد بالا که با امی و جو ناهار بخوره. بعد از اینکه ناهارشون رو خوردن، امی رفت یه ذره پوره کدو حلوایی که از دسر چند روز قبلشون مونده بود و ریخت تو آرامپز که تا زمان شام اون اوکی بشه، درست بشه. ولی یکم بعدش حال امی خیلی یهویی بد شد. یه سرگیجه خیلی شدید گرفته بود. اصلا اینجوری بود که من اصلا حالم خوب نیست. واسه همین رفت تو اتاقش که یکم استراحت کنه و بخوابه بلکه حالش بهتر بشه. تو همین حین که امی داشت استراحت میکرد، باباش چارلز اومد خونشون که طبق برنامه قبلی به استیون کمک کنه که در مخصوص رفت آمد سگا رو تو گاراژ نصب کنن. بعد استیون چون بهش گفته بود که امی یه ذره ناخوش و داره استراحت میکنه، باباش تصمیم گرفت که اصلا مزاحمش نشه و نرفت امی رو ببینه. یکم بعدش هم که کارش تموم شد از اونجا رفت. ولی چند دقیقه نشده بود که از خونه رفته بود که استیون بهش زنگ زد و ازش خواست که برگرده تا جو رو با خودش ببره، چون حال امی خیلی بد شده و باید ببرتش بیمارستان. که خب طبیعتاً چارلز هم سریع برگشت و جو رو با خودش برد خونه‌شون و استیون هم برگشت تو اتاق امی. اونجا بود که متوجه شد حال امی اصلاً خوب نیست. امی رنگش این گچ سفید شده بود، سرگیجه خیلی شدید داشت و دهنش هم کامل خشک شده بود. واسه همین استیون بهش گفتش که بابا بیا ببرمت بیمارستان. ولی امی مثل خیلی از خانومای ایرانی، حداقل مامانای ایرانی، برگشت گفتش که نه من یکم بهترم، یه ذره بخوابم استراحت کنم خوب میشم. حالا امی اتفاقا اون روز ساعت 4:05 یه دونه کلاس هم داشت. شاگرداش هم از ساعت 4:30 اینا داشتن یکی یکی میرسیدن و حال امی انقدر بد بود و نمیتونست اصلا سر پا وایسه که شاگرداش رو سپرد به یه مربی دیگه. طرفای ساعت 5:05 استیون رفت یه سر دیگه به امی بزنه. بعد دیدش که امی کنار تخت زانو زده و استیون گفتش که فکر کردم داره دعا میخونه. واسه همین دیگه مزاحمش نشدم، فقط از اونجا بهش گفتم که من میرم دنبال جو که از خونه پدر مادرت برش گردونم. بعد راه افتاد، سر راه کم بنزین زد، رفت دنبال جو، از اونجا برش داشت. برگشتنی هم طبق رسم همیشگیشون رفتن به رستوران کالورز.
در واقع تایمایی که امی کلاس داشت اسم جرم نوشته بودن توی کلاس ورزشی. واسه همین وقتی که کلاس ورزشیش تموم میشد هر هفته یک شنبه استیون میرفت میآوردتش، برگشتنی هم میرفتن مثلا رستوران با پدر پسری مثلا یه چیزی میخوردن. وقتی اون شب رسیدن خونه، جو سریع از ماشین پیاده شد و دوید رفت که مامانشو ببینه. استیون هم شروع کرد به خالی کردن وسیله‌های تو ماشین. بعد وقتی که داخل خونه شد و داشت کفشاشو در می آورد، جو اومد به سمتش و یه سوالی ازش پرسید که استیونو به وحشت انداخت. بهش گفت مامان چرا روی زمین دراز کشیده؟ بعد استیون که اینو شنید سریع دوید به سمت اتاقشون و اونجا با وحشتناکترین صحنه عمرش روبرو شد. امی روی زمین به پشت افتاده بود، اطراف سرش یه برکه خون تشکیل شده بود و اون تفنگ 9 میلیمتریش هم کنار آرنج چپش افتاده بود. یه دونه پوکه فشنگ هم افتاده بود همونجوری رو زمین. بدن امی هنوز گرم بود ولی نبضش اصلا نمیزد. استیون هم سریع زنگ زد به 911 و گفتش که فکر کنم همسرم خودشو کشته، همه جا پر از خونه، خودتون رو سریع برسونید. What's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself with a gun? It looks like it. Does she still have a weapon? I don't know. We just got Where did home she shoot here. herself? I don't know. I just saw her in blood. I can't tell where she shot. I don't know. بعد چند دقیقه بعد در حالی که استیون هنوز داشت با اپراتور حرف میزد، مامورای پلیس رسیدن اونجا. یکی از مامورایی که همون اول رسید بالا سر امی، همون گروهبان گوئن مارتین بود که مربی اون دوره‌ای بود که امی توش شرکت کرده بود. بعد این صحنه انقدر براش دردناک بود که فکر کن مأمور پلیس نتونست خودشو کنترل کنه و همونجا زد زیر گریه. بعدش برای اینکه یه ذره بتونه خودشو جمع و جور کنه، رفت تو ماشین، اون بررسی صحنه رو سپرد به یه مأمور دیگه. تو ماشین که بود یهو ذهنش به این رسید که بذار تماسای 911 مربوط به آدرس خونه امی رو چک کنم و اونجا بود که تازه فهمید امی چند ماهه که داره تهدید میشه. واسه همین خیلی سریع زنگ زد به کاراگاه رندی مکالیستر که کارگاه جنایی اون بخش بود. بعد رندی اینجوری بود که واسه خودکشی اصلا چرا به من زنگ زدی؟ با اینکه خب خودکشی هم دردناکه اوکی، ولی سرراسته، اصلا نیازی به کارگاه جنایی نداره. این خانم گوئن مارتین انقدر از مرگ امی تحت تاثیر قرار گرفته بود که بازم اونجا نتونست پشت تلفن با رندی حرف بزنه، بغض کرده بود. بعد گوشی رو داد به یکی دیگه از مامورا. اون مامورا هم در نهایت به رندی گفتش که قربانی امی آلواینه، همون زنی که چند ماه قبل توی دارک وب یه نفر سفارش قتلش رو داده بود. حالا نکته مهم اینه که این رندی خودش از این پرونده کاملا خبر داشت. اون موقع که مامور سیلکی رفته بود دم خونه امی اینا، یه مأمور دیگه هم گفتم یه پلیس محلی به اسم تری ریمند هم همراهش بود دیگه. این تری ریمند و خود این رندی مکالیستر فرستاده بود اونجا. واسه همین بلافاصله رفت خونه امی و اونجا همش دنبال یه چیزی بود که با خودکشی معمولی همخونی نداشته باشه، دنبال یه سرنخ بود. رندی اولش که اومد توی خونه، اولین چیزی که متوجه شد یه بوی کدو حلوایی شدید بود که تو کل خونه پیچیده بود و اینجوری بود با خودش که اگه خانم خونه قراره بره تو اتاقش و 2-3 ساعت بعد خودشو بکشه، چرا باید از ظهر به فکر شامش باشه و کدو حلوایی بذاره تو آرامپز؟ اما این تنها صحنه غیر عادی اون صحنه نبود، به خاطر اینکه روی در اتاق هم از داخل هم از بیرون لکه خون دیدن. بعد اینکه جلوی ورودی در اتاق هم یه جورایی انگار تمیز شده بود، به خاطر اینکه همه جا پر از موی سگ و گرد و خاک بود، ولی این یه تیکه انگار برق میزد. یه چند تا هم قطره خون روی سمت چپ بدن امی پیدا کردن که اصلا با اون صحنه هیچ تطابقی نداشت و معلوم نبود از کجا اومدن. طبق الگوی پاشش خون اون قطره ها اصلا نباید اونجا می بودن و اینجوری بود که فقط یه راه داشت که همچین قطره هایی روی بدن امی باشه، اونم اینی که یه چیزی که خون ازش چکه میکنه رو گرفته باشن بالای اون قسمت و خون اونجا قطره قطره چکیده باشه رو بدن امی. نکته مهم بعدی این بود که دماغ و دهن امی خون اومده بود طبیعتاً. بعد این خون روی سمت چپ صورتش ریخته بود، در حالی که امی تاقباز و به پشت افتاده بود و این نشون میده که احتمالاً امی همون اولش به پهلو افتاده، چون اینجوری باید بیفتی که خون از سمت چپت بریزه، و بعد یه نفر جسدش رو جابجا کرده. حالا سرنخ بعدی
اینجوری به دست اومد که اینا وقتی داشتن صحنه رو بررسی می‌کردن و دنبال سرنخ بودن، استیون زنگ زد به پدر و مادر امی و این خبر وحشتناک رو بهشون داد. چند دقیقه بعد اونا به همراه برادر امی رسیدن به صحنه جرم یا صحنه خودکشی و اونجا وقتی که داشتن با کاراگاه رندی مکالیستر صحبت می‌کردن به یه نکته خیلی مهم اشاره کردن و اونم این بود که امی راست دسته و اسلحه 9 میلیمتری افتاده بود کنار آرنج چپش و این خیلی غیر منطقیه که یه نفر که راست دسته با دست چپ به خودش شلیک کنه. تو بقیه حرفاشون هم به این اشاره کردن که امی با این که تو این چند وقت اخیر خیلی توی اضطراب و اینا بود ولی هنوزم از زندگیش خیلی راضی بود، هنوزم خیلی خوشحال بود و اصلا امکان نداشت که امی اینجوری خانواده‌شو تنها بذاره. در نهایت مکالیستر همه اینا رو گذاشت کنار هم و بعد دید که آقا این اصلا هیچ جوره خودکشی نیست، اینا همه دارن میگن این قتل بوده، ولی خب باید ثابتش میکرد. به خاطر همین دیگه این پرونده رو گرفت دستش. اولش محض محکم کاری زنگ زد به اداره تحقیقات جنایی، ازشون خواست که یه مأمور دیگه هم بفرستن به صحنه جرم که اونم اینجا رو چک کنه. بعد تا موقعی که این مأمور جدیده بخواد برسه، مکالیستر به یکی دیگه از مامورای پلیس گفتش که استیون و جو رو برای بازجویی ببرن اداره پلیس. اونجا هم ازشون اثر انگشت و دی ان ای گرفتن. از استیون هم یه آزمایش گرفتن که نشون میداد روی انگشتاش اثر باروت هست یا نه. تو 3 روز بعدش مامورا داشتن با دقت خیلی زیاد دائما صحنه جرم رو بررسی میکردن. حتی پلیس تک تک رفت سراغ همسایه ها و باشون صحبت کرد و ازشون پرسید که تو روز یکشنبه چیز غیر عادی دیدین یا نه. بعد اومد از اون هنرجوها و مربیایی هم که اون روز توی کلاس آموزش سگی بودن هم بازجویی کرد. اون روز کلا 5 تا هنرجو اونجا بودن با یه دونه مربی و همشون هم گفتن که آخرای کلاس نزدیک ساعت 1:06 یه صدای وحشتناکی شنیدن که همشون با هم از جا پریدن. یه صدایی مثل کشیده شدن لاستیک ماشین روی آسفالت، انگار که یه نفر میخواد سریع فرار کنه از یه جایی، که یکی از همسایه ها هم گفته بود که اون صدا رو شنیده. از اون طرف یکی دیگه از همسایه ها اومد گفتش که من اون روز عصر دیدم که از دودکش خونه امینا دود داره بلند میشه. بعد گفت با اینکه تو ماه نوامبر بودیم و هوا باید خیلی سرد می بود، ولی اون روز خیلی غیر عادی هوا انقدر گرم بود که من خودم با تیشرت اومده بودم بیرون. ولی خب این مسئله تو حالت عادی وقتی همه چی نرماله خیلی فکر کسی رو مشغول نمیکنه دیگه. میگه حالا شومینه خونه خودش میخواد روشن کنه، به من چه. اینا رو داشته باشین اینجا. برمیگردیم به صحنه جرم که ببینیم شواهد دیگه‌ای که به دست آوردن چیا بودن. مامورا اول از همه 2 تا کیسه مخصوص کشیدن روی دستای امی که وقتی میبرنش برای کالبد چکافی اونجا تست کنن ببینن اثر باروت اصلا رو دستای امی هست یا نه، اصلا خودش به خودش شلیک کرده. بعدش هم که جسدش رو بردن برای کالبد چکافی. رو کف خونم یه ماده به اسم لومینول ریختن که این ماده حتی اگه خون یه جا ریخته بود و پاک شده بودم نشون میداد که اونجا قبلا خون بوده و نتیجه این ماده لومینول خیلی خیلی مهم بود. این ماده نشون داد که بیرون اتاق خواب توی راهرو یه عالمه خون روی زمین ریخته. بعد انگار یه نفر از اتاق خواب راه رفته روی این خون و رد پاش تا حموم و اتاق رختشویی هم بوده. بعدش سعی کرده اینا رو تمیز کنه که خب متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونسته که این ماده وجود داره که بعداً پتش رو میریزه رو آب. اینا رو که پیدا کردن دیگه هیچ شکی براشون باقی نمونده بود که این قتل نه خودکشی و اینجوری بود فرضیه‌شون که قاتل امی رو بیرون توی راهرو به قتل رسونده، بعد بردتش توی اتاق و یه جوری صحنه سازی کرده که انگار خودکشیه، بعدش هم سعی کرده رد پای خودش رو تمیز کنه. این قاتل اگه 2 تا پرونده جنایی گوش کرده بود اینجوری سوتی نمیداد، چون ما دیگه هممون میدونیم که همچین ماده‌ای وجود داره که خدا رو شکر اون نمیدونست. البته حالا با همه این شواهد جدیدی که پیدا کرده بودن، حدود 2 هفته بعد از مرگ امی دوباره به استیون گفتن که برای بازجویی بیاد به اداره پلیس. این دفعه هم استیون با وکیلش و یه دونه از کشیشای اون کلیسا رفت، ولی وقتی که اونجا رسیدن و خواست بره توی اتاق بازجویی به کشیشه گفتش که تو بیرون منتظر بمون. من نمیدونم چرا بردیش پس.
و این کشیش بیچاره اون 2 ساعتی که استیون توی اتاق بازجویی بود همینجوری پشت در نشسته بود. توی این بازجویی استیون خیلی کم حرف و آروم بود، با یه صدای خیلی آهسته جواب میداد و همکاری داشت میکرد ولی هیچ واکنش خاصی نشون نمیداد. فقط وقتی به هیجان می اومد که راجع به کلیسا و دین و مذهب و اعتقاداتش صحبت میکرد. انگار اعتماد به نفس میگرفت اونجوری. تو کل تایم اون بازجویی هم استیون گفتم با پلیسا کامل همکاری میکرد، به همه سوالاشون هم جواب میداد. ولی نتونست این خون زیادی که توی راهرو ریخته شده بود و بعد تمیز شده بود و توضیح بده. گفتش که قبلا هم کسی توی راهرو زخمی نشده که اونجا خون ریخته باشه و ما مثلا تمیزش کرده باشیم. در نتیجه اینجوری مطمئن شدن که این خون توی راهرو قطعاً متعلق به امیه. استیون تو اون بازجویی برگشت گفتش که من تا قبل از ماجرای امی تا حالا یه بارم اسم دارک وب رو نشنیده بودم و اصلا نمیدونم که کی ممکن بوده که بخواد اونجوری به امی آسیب برسونه. بعدش اضافه کرد که فقط یه نفر ممکنه باشه توی ذهنم و اونم کسی نبود جز کریستن، همون مربی سگی که بهتون گفتم توی کسب و کار امی بود. استیون اینجوری بود که من اصلا علاقه به این چیزا ندارم، مثلا برنامه آموزش و مسابقه سگا اصلا خبر نداشتم و کریستن تنها کسی بود که کل برنامه امی رو میدونست. حتی اون سفر به مولین که داگ دیگاد اومده بود به بسا مافیا گفته بود اونجا امی رو بکشین رو هم خود کریستن برنامه ریزی کرده بود. بعدش کارآگاه یه سوال دیگه ازش پرسیدن، گفتن که اون قضیه این که امی با شوهر یه نفر دیگه رابطه داشته و خیانت کرده و اینا چی بود، که استیون گفتش که نه من مطمئنم که امی هیچ وقت به من خیانت نکرده و هیچ رابطه خارج از ازدواجی نداشته. بعد در ادامهش یه چیزی گفت که مامورا هنگ کردن. اون اعتراف کرد که در واقع این خودش بوده که رابطه خارج از ازدواج داشته. جا داره یادآوری کنم اینجا که این آقا به شدت مذهبی بود، به زوجا مشاوره میداد، این از همش مهمتره، موعظه میکرد، دعای شفابخشی میخوند و همه اونو الگوی خودشون میدونستن. از اینجا به بعد استیون قرار قضیه خیانتش رو برامون تعریف کنه. اون گفتش که با یه خانومی به اسم میشل وودارد توی سایت اشلی مدیسن آشنا شده که این سایت اشلی مدیسن اینجوریه که افراد متأهلی که دنبال رابطه خارج از ازدواجن میرن اونجا ثبت نام میکنن و اونجا برای خودشون جفت پیدا میکنن. شعارشون هم اینه که خیانت کن زندگی کوتاهه یا زندگی کوتاهه خیانت کن. بعد یه نکته جالبی که راجع به این سایت وجود داره اینه که سال 2015 این کلاً هک شد و مشخصات همه کسایی که تو این سایت عضو بودن یا رابطه خارج از ازدواج داشتن و گذاشتن روی سایت دیگه، علنی منتشرش کردن و تو میتونستی بری اونجا مثلا یه استرچ کنی ببینی که مثلا فلان کس رابطه خارج از ازدواج داره یا نه. خلاصه استیون میگه که من اولین بار تو یکی از همون جلسه های مشاورم بود که اسم سایت اشلی مدیسن رو شنیدم. بعدش کنجکاو شدم رفتم ببینم که داستان چیه، که یهو دیدم با یه خانومه قرار گذاشتم. اینا با هم رفتن دیت. بعد اون خانومه سر شام گفتش که ببخشید من یه لحظه برم دستشویی. رفته بود دستشویی و دیگه برنگشته بود و استیون اونجا قال گذاشته بود. این آقا که فقط رفته بود تو سایت اشلی مدیسن ببینه چه خبره، اصلا قصدی نداشت. بعد از اینکه این خانم قالش گذاشت با میشل وودارد آشنا شد. میشل یه زن ریزنقش و بلوند حدود 40 ساله بود که دست بر قضا خودش هم متأهل بود ولی ازدواجشون باز بود. آقا من فلسفه این ازدواج باز رو واقعا نمیفهمم. یعنی اگه قراره که باز باشین خب همینجوری باز باشین دیگه، چرا ازدواج میکنین؟ اگه ازدواج میکنین چرا هنوز بازین؟ خلاصه که رابطه میشل و استیون از اکتبر 2015 شروع شد. اولین قرارشون هم به گفته خود استیون خیلی رمانتیک بود. میشل قرار بود بره دکتر ویزیت بشه و استیون هم همراهیش کرده بود. بعد از اونم فقط برای خوردن قهوه و شام و ناهار و اینجور چیزا میرفتن بیرون و البته که یه سری قرارایی هم داشتن که فقط به خاطر رابطه جنسی بود و اونا هم توی خونه میشل برگزار میشد چون میدونین که ازدواجش باز بود. اینا معمولا هم وقتایی همدیگه رو میدیدن که امی به خاطر اون مسابقه هاش رفته بود سفر. حتی استیون 2 بار میشل رو با خودش برده بود سفر کاری و میشل هم کاملا از وجود امی خبر داشت که انتظار دیگه هم نداشتیم از مدل این بانو. استیون کلا خیلی از امی برای میشل میگفت. اکثرا هم داشت گلایه میکرد که امی خیلی کار میکنه، برای ما وقت نمیذاره، اصلا حواسش به ما نیست و اینجور چیزا. چون میدونید که الان که استیون با میشل تو سفر کاریه در واقع داره برای خانواده‌اش وقت میذاره
فقط امیه که وقت نمیذاره. یه نکته جالبی که توی رابطه این دوتا وجود داشت این بود که میشل اصلا راجع به اعتقادات مذهبی استیون هیچی نمیدونست، یعنی استیون بهش نگفته بود. بعد وقتی که یه بار اتفاقی اسم استیون رو گوگل کرد، اونجا تازه فهمید که این آقا نه تنها مذهبیه، بلکه توی کلیسای یونایتد چرچ آف گاد این کشیشه. اونجا حتی میشل هم اینجوری بود که برادر تو کشیشی، این کارا از تو بعیده، یعنی اونم انقدر شوکه شده بود که نگم. به خاطر همین از فوریه 2016 به بعد اینا رابطه‌شون دیگه کم کم سرد شد. هنوزم هر از گاهی همدیگر میدیدن، ولی اینجوری بود که خیلی کمرنگ و عادی بود رابطه‌شون، مثل اولش نبود. بعد حتی وقتی که قرار بود توی ماه مارچ واسه تولد استیون همدیگر رو ببینن و با هم قرار گذاشتن، استیون سر همون قرارم دیر رسید و متاسفانه باید بگم که این مردک نکبت با من توی ماه به دنیا اومده. آخرین باری که این دوتا با هم دیگه رابطه جنسی داشتن توی ماه آپریل بود که اون موقع امی رفته بود سفر و این آقای استیون میشل رو آورد توی خونه و همه جای خونه رو هم بهش نشون داد. بعد از اون فقط یه بار دیگه همو دیدن که اونجا استیون سفره دلش رو باز کرد و کل این ماجرای دارک وب و اینکه یه نفر قاتل اجیر کرده که امی رو بکشن و کسب و کارش رو میخوان به ارث ببرن و اینجور چیزا رو برای میشل تعریف کرد. و میشل هم اینجوری بود که واقعا کسی هست که به خاطر یک کسب و کار $50,000 بخواد آدم بکشه. خلاصه که استیون همه اینا رو توی اون اتاق بازجویی واسه پلیس تعریف کرد، ولی همش داشت اینجوری وانمود میکرد که این اصلا موضوع مهمی نیست، ما رابطمون یه دوستی ساده بود. بعد از اونجایی که میشل داشت دوران سختی رو میگذرون، منم کشیش بودم، اصلا رابطمون بیشتر شبیه مشاوره دادن بود. که اینم چرت و پرتی بیش نیست، به خاطر اینکه یک، میشل اصلا نمیدونست که تو کشیشی، مردک منحرف. دو، اینکه تو توی سایت اشلی مدیسن با میشل آشنا شدی، مشاوره داشتی میدادی اونجا. همش هم اینجوری بود که این رابطه اصلا ربطی به این پرونده قتل نداره، میشل اصلا هیچ نقشی نداشته از این چیزا. بعدش هم خیلی پررو اومد به پلیس درخواست داد که آقا این کشیش که بیرون نشسته و پدر و مادر امی از مسئله این رابطه با خبر نشن. کشیشو که خب معلوم بود میخواست آبروش نره. پدر و مادر امی هم به خاطر این بود که استیون و جو تازه داشتن به خونه اونا اساس کشی میکردن، چون که پدر و مادر امی اینجوری بودن که دلشون نمی اومد این دوتا توی خونه‌ای که امی توش به قتل رسیده بود زندگی کنن. از یه طرف دیگه هم خب می‌خواستن همه کنار هم باشن، خب اینجوری بهتر میتونستن این غمو هضم کنن. از اونجایی که استیون تو کل صحبتش توی این بازجویی بیشتر داشت تمرکزش رو میذاشت روی کریستن و تاکید میکرد که اونه که فقط یه ذره شباهت داره به اون اطلاعاتی که داگ دیگات داده بود، پلیس گفتش که بذار یه بار دیگه کریستن رو چک کنیم، ضرر که نداره. واسه همین بهش گفتن که یه بار دیگه برای بازجویی بیاد اداره پلیس. و اونجا بود که فهمیدن زمان وقوع قتل کریستن اصلا تو اون ایالت نبوده، رفته بوده اوکلاهاما واسه یه دونه مسابقه و اینجوری بود که گزینه کریستن هم کامل رفت کنار. یکم بعد از این داستان بازجویی کریستن، FBI اومد پرونده کامل قتل امی رو فرستاد واسه اداره پلیس کاتج گرو. بعد اونا خب این یه پلیس محلی هن دیگه، اصلا نمیدونستن دارک وب چیه، اصلا نمیدونستن قاتل اجاره‌ای یعنی چی و کلا خب هیچ تجربه‌ای نداشتن. اونا برای اولین بار اومدن اون 147 تا پیامی که بین داگ دیگاد و بسا مافیا رد و بدل شده بود خوندن و یه سری کارایی هم اومدن انجام دادن که اتفاقا خوبم بود، ولی خب هیچ نتیجه‌ای نداشت. مثلا اومدن 10 تا دیگه از قربانیایی که اسمشون توی سایت بسا مافیا بود و شناسایی کردن و شروع کردن پرونده اونا رو بررسی کردن، شاید یه چیز مشترکی پیدا کنن این وسط. ولی خب چون هیچ تجربه‌ای نداشتن و اولین بارشون بود که با همچین چیزی روبرو می‌شدن، عملاً صبح تا شب، شب تا صبح درگیر این پرونده بودن بدون اینکه مثلا پیشرفت خیلی خوبی هم داشته باشن. تا اینکه یه شب یکی از کاراگاه‌ها وقتی که رو تختش دراز کشیده بود تصمیم گرفت که این اسم داگ دیگاد رو گوگل کنه و وقتی که این کارو کرد فهمید که یک کاربر به همین اسم 2 تا پست توی یه سایت به اسم دریم مارکت منتشر کرده که این دریم مارکت یه چیزیه مثل ایبی کارهای خلاف. حالا ایبی رو بخوام بهتون بگم یه چیزیه مثل دیوار خودمون. مثلا یه دیوار فکر کنید که توش مثلا قاتل اجاره میکنن، مردم مستقیم با هم دیگه در تماسن و خرید و فروش میکنن. این کاراگاهه که دستش درد نکنه گوگل کرد اسم اینو،
سریع زنگ زد به مکالیستر بهش خبر داد. اونم همون لحظه رفت سراغ لپتاپش و رفت دنبال اون دوتا پستی که این داگ دیگاد روی اون سایت منتشر کرده بود و اینجا بود که تازه سر نخو پیدا کردن. توی اولین پستش این آدم اومده بود نوشته بود که دنبال فروشنده مواد مخدر میگرده. بعد در ادامهش هم نوشته بود که دنبال یه کسیه که بتونه براش یه کاری انجام بده و در ازای اون کارش به جای پول بیت کوین بگیره به عنوان دستمزد، که خب هیچ کس این پستش رو جواب نداده بود. اما سرنخ مهمتر تو پست دوم بود. اونجا اومده بود نوشته بود که کسی اسکوپولامین میفروشه یا نه. حالا دقت کنین که این اسکوپولامین یه داروی تجویزیه، یعنی شما همینجوری نمیتونی بری داروخونه بگیریش، که برای درمان بیماری حرکت یا ماشین گرفتگی ازش استفاده میشه. عوارض جانبی این دارو چیاست؟ سرگیجه، خواب‌آلودگی و خشکی دهان. اینا خیلی براتون آشنا نیستن؟ حتی این دارو میتونه رو حافظه هم تاثیر بذاره انگار و باعث فراموشی بشه. بعضی‌ها فکر میکنن که اگه کسی این دارو رو مصرف کنه کاملا مطیع میشه و هر چی بهش بگن انجام میده، همه چی رو گوش میکنه. به خاطر همین لقب این دارو نفس شیطانه. ترسناک نیست؟ و میذاشین همون ماشین آدمو بگیره دیگه، چه کاری بود؟ این پست دومش اتفاقا دوتا هم جواب گرفته بود. یکیشون نوشته بود که یه فروشنده هست ولی سمتش نرو، چون که این ماده خیلی خطرناکه و ممکنه واقعا یکی رو بکشی. اون یکی که جالب ترم بود نوشته بود که مواظب باش، این ماده کاری میکنه که با رضایت کامل کلیه‌هات هم تحویل بدی. بعد وقتی که به خودت اومدی اصلا یادت نمیاد که چرا این کارو کردی یا کلیه‌هاتو به کی تحویل دادی. وقتی که مکالیستر این پیاما رو خوند سریع زنگ زد پزشک قانونی، گفتش که این بدن امی رو از نظر وجود اسکوپولامین دوباره بررسی کنید و فکر میکنید نتیجه چی شد؟ تو بدن امی اسکوپولامین پیدا شد. اونم 40 برابر دوزی که واسه بیماری حرکت تجویز میکنن. یعنی این حجم از دارو میتونه قشنگ باعث سرگیجه شدید، خواب‌آلودگی و حتی تاری دید بشه که این مسئله ها هم توی گوشی امی کاملا خودشون رو نشون میدن. به خاطر اینکه امی نزدیک 10 دقیقه به 2 بعد از ظهر صفحه ویکی‌پدیای مربوط به سرگیجه رو توی گوشیش باز کرده. بعدش 1 دقیقه بعد اومده یه چیزی سرچ کنه ولی فقط یه سری حروف بی‌معنی کنار هم چیده شدن و دوباره 1 دقیقه بعدش اومده سعی کنه بنویسه، حتی کلمه آی رو نتونسته بنویسه، همون چشمو. این 3 تا دونه حرف هم نتونسته کنار هم بذاره، انقدر که حالش بد بود. دیگه بعد از این چیزایی که پیدا کردن، پلیس اگه 1% هم شک داشت که این داستان شاید خودکشی بوده باشه، همون 1% هم از بین رفت. الان دیگه 100% مطمئن بودن که امی به قتل رسیده. یکم قبلتر بهتون گفتم که این اداره پلیس کاتج گرو که پلیس محلی اونجا بودن اصلا خیلی تجربه نداشتن، یعنی حتی پرونده های قتل زیادی هم بررسی نکرده بودن، چه برسه به قتل از طریق دارک وب و اینجور چیزا که اصلا اسمش هم نشنیده بودن تا حالا. ولی خب اومدن گفتن که بیایم همه پرونده هایی که توی اداره هست رو یه بار دیگه بررسی کنیم، چون خیلی هم تعداد زیادی نداشتن، که ببینیم که آیا چیز مشترکی میتونیم پیدا کنیم، چیزی که به امی ربط داشته باشه. و اینجا یه پرونده خیلی جالب پیدا کردن. یکی از چیزایی که تو این پرونده تکرار میکنم خیلی دوست دارم عملکرد پلیسه. اینجا اینجوری نبودن که مثلا بیان بگن ای بابا ما که بلد نیستیم، ما مثلا یه سری پلیس تازه کار و بی تجربه ایم، نمیدونم الان برای چی بیایم پرونده ها رو چک کنیم، الکی وقتمون میره به هیچ نتیجه هم نمیرسیم. نه، اصلا اینجوری نبودن. اون کاره رو اتفاقا انجام میدادن و تهش اینجا خوشم میاد که یه چیزی هم پیدا میکردن. این پرونده داشت میگفتش که تو ماه مارچ سال 2016 یه آقایی اومده اداره پلیس کاتج گرو و اونجا گفته که توی یه معامله‌ای که از طریق بیت کوین انجام داده یه نفر ازش کلاهبرداری کرده. گفته بود که مبلغ $66,000 بیت کوین به یه مردی به اسم مارک پرداخت کرده که قرار بوده در ازاش بسته‌های آموزشی آمادگی برای آزمون بگیره. ولی خب هیچ خبری از اون بسته ها نشده، هیچ بسته‌ای براش ارسال نشده و بعد از اونم که سعی کرده با مارک دوباره ارتباط بگیره متوجه شده که این آقا از یه ایمیل یه بار مصرف و غیر قابل ردیابی استفاده می‌کرده. واسه همین الان هیچ دسترسی بهش نداره. حالا این قضیه اصلا ربطش به امی چیه؟ این اتفاقی که این آقا گزارش داده بود دقیقاً تو همون تایمی اتفاق افتاده بود که داگ دیگاد اومده بود $6,000 بیت کوین به بسا مافیا داده بود تا امی رو بکشن.
اون موقع هم که پلیس خب هیچ کاری نمیتونست انجام بده، به خاطر همین فقط یه گزارش نوشته بود و انداخته بود یه گوشه. اما وقتی که مکالیستر این گزارش رو خوند، با یه چیز خیلی عجیب روبرو شد. اون مردی که این گزارش رو داده بود کسی نبود جز استیون آلواین. باورتون میشه؟ از همونجا استیون اومد تو مرکز توجه پلیس و تبدیل شد به مظنون شماره 1 پرونده قتل امی. بعدش مامورا سریع اومدن حکم گرفتن که دستگاه‌های الکترونیکیشو ضبط کنن و 66 تا دستگاه، از گوشی بگیر تا لپتاپ و کامپیوتر و هارد دیسک و اینجور چیزا، ازش گرفتن و آوردن اداره پلیس. بعد به خاطر اینکه این استیون خودش عاشق آیتی و فناوری و اینجور چیزا بود، همه میدونستن که این آدم خیلی راحت میتونه رد پای خودش رو توی اینترنت و اینجور چیزا مخفی کنه. به خاطر همین 5 تا کاراگاه گذاشتن بالا سر این دستگاه‌های الکترونیکی که قشنگ همه چیزو بگردن و ببینن که داستان چیه. اینجای داستان خیلی هیجانیه، من خیلی خوشم میاد، به خاطر اینکه از اینجا به بعد میریم سراغ گندای مرد خدا استیون. اولین چیزی که فهمیدن این بود که اون میشل اولین رابطه خارج از ازدواج این آقای استیون نبوده. این کلاً عادت داشت که به سایت‌های دوستیابی خاک بر سری سر بزنه و حتی با یه کارگر جنسی هم توی یکی از این سایت‌ها آشنا شده بود که 2 بار برای ملاقاتش رفت ایالت آیووا، یعنی ایالت عوض کرد و هر بارم به ازای یه شب $400 پول داد. اینا هم همه چند سال قبل از میشل بود. نکته بعدی، روی گوشی استیون 2 تا برنامه به اسم اوربات و اورفاکس پیدا کردن که این 2 تا برنامه برای دسترسی به تور استفاده میشن که این تور مرورگریه که برای ورود به دارک وب ازش استفاده میشه. همون دارک وبی که استیون گفته بود من قبل از ماجرای امی اصلا هیچ چی راجبش نشنیده بودم، اصلا اسمش هم به گوشم نخورده بود. حالا مامورا بعدش فهمیدن که اون درباره یه سیستم به اسم تیلز هم جستجو کرده که یه سیستم عامله که اون میاد حالا رد پای این آدمو توی دارک وب و نمیدونم این مرورگر تور و اینجور چیزا پاک میکنه. یعنی قشنگ مجهز بودن، همه چی هم داشتن برای ورود به دارک وب. اما اینجا یه چیز مهمتر پیدا شد و اونم این بود که این مردک اومده بود سرچ کرده بود که این سیستم عامل تیلز رو چجوری روی یه کامپیوتر ایسر نصب کنم و توی همه اون 66 تا دستگاهی که ازش گرفته بودن هیچ کامپیوتر ایسری وجود نداشت که خب مشخص بود این کامپیوتر ایسر رو یا یه جا پنهون کرده یا اینکه تحویل نداده به پلیس، خلاصه که اونجا نبود. حالا همه اینا رو میذاریم کنار. اینا هرچی می اومدن سرچ‌های این استیون رو بیشتر بررسی می‌کردن، هی موارد مشکوک بیشتری پیدا می‌کردن. اون چند بار راجع به بیت کوین و صرافی‌های خرید و فروش بیت کوین سرچ کرده بود. یه اس هم تو گوشیش پیدا کردن که یه کد امنیتی بود، یه کد تایید بود که از سایت لوکال بیت کوینز براش ارسال شده بود که تاریخش هم دقیقاً 16 فوریه بود که دقیقاً میشه همون روزی که داگ دیگات اومده بود به بسا مافیا پیشنهاد داده بود که امی رو توی مولین ایلینوی به قتل برسونن. و حتی از این عجیب‌تر هم میشه چون که استیون روی لپتاپش عبارت مولین ایلینویز رو سرچ کرده بود. یعنی قشنگ تا وقتی که این تاریخچه سرچاج هست استیون دیگه دشمن نمیخواد، به خاطر اینکه بعدش متوجه شدن که استیون رفته این مسابقه های سگای ردیاب رو سرچ کرده و تقویم مسابقات آینده رو اونجا چک کرده. بعد اومده توی گوگل مپ فاصله بین شیکاگو و مولین رو سرچ کرده، حساب کرده که اینا همون اطلاعاتی هن که داگ دیگات فرستاده بود واسه بسا مافیا. روز بعدش استیون با همین لپتاپه رفته بود بیمه عمر امی رو چک کرده بود و اونجا فهمید که بیمه عمرش ارزشش $700,000 که تنها ذینفعش هم خود همین استیون نکبته. یکی دیگه از سرنخام این بود که تو ماه جولای، یعنی چند روز قبل از اینکه از طرف جین یه ایمیل ناشناس برسه به امی، این استیون رفته بود صفحه های ریدارز مربوط به اعضای خانواده امی رو چک کرده بود که یه صفحه هایی که اطلاعات اون خانواده رو، اطلاعات کلی اون خانواده رو توش می نویسن. اما سرنخها به همینجا ختم نمیشه، اندازه موهای سر من سرنخ هست. نکته مهم بعدی این بود که پلیس نتونست هیچ مدرکی پیدا کنه که نشون بده استیون اصلا با یه آدمی به اسم مارک معامله‌ای انجام داده باشه. به خاطر اینکه موقعی هم که استیون اومده بود اداره پلیس کلا فقط یه دونه ایمیل نشون داده بود که خب برای معامله‌ای که $66,000 مبلغشه، که حالا من نمیدونم اون چه بسته آموزشی بوده که $66,000 پولش بوده،
ولی برای معامله با این مبلغ بالا خب معمولا گفتگو و پیام‌های خیلی بیشتری باید رد و بدل بشه بین دو طرف. ولی خب استیون گفته بود که فقط همین یه دونه ایمیله، که همین یه دونه ایمیلم از یه آدرس ایمیل موقت و یه بار مصرف ارسال شده بود. حالا نکته مهمه کجاست؟ اینجاست که تو همون روز دقیقاً که ایمیل برای امی اومد، استیون با لپتاپ خودش وارد اون آدرس ایمیل شده بود. نتیجه این شد که اصلا آدمی به اسم مارک وجود خارجی نداره و پلیس به این نتیجه رسید که استیون خودش اومده این کلاهبرداری رو صحنه‌سازی کرده طبق معمول همیشهش و اینجوری بوده که اگه یه روز مثلا اومدن راجع به معاملات بیت کوین از من سوال پرسیدن، من بهونه داشته باشم بگم من مثلا یه بسته آموزشی $66,000 خریدم. به نظر من که همه این مدرک‌ها که تا الان گفتم کافی بود که برن دستگیرش کنن. ولی خب استیون انقدر سوتی داده بود که این مدرک‌ها تموم شدنی نیستن و مهمترین مدرک این پرونده هم از بکاپی به دست اومد که از آیفون استیون گرفته شده بود. تو آگوست سال 2016 استیون اومده بود از طریق آیتونز از آیفونش داشت بکاپ میگرفت، ولی خب حواسش نبود که این بکاپ داره توی فضای ابری یا همون کلاود هم ذخیره میشه. تو اون بکاپ معلوم شد که استیون یه دونه نوت باز کرده، بعد یه رشته 34 تایی از حروف و عدد وارد اون نوت کرده و دقیقاً 23 ثانیه بعد از این تولید این نوت، داگ دیگاد همون رشته حرف 34 تایی رو فرستاده برای بسا مافیا که در واقع آدرس کیف پول بیت کوینش بوده که اینجوری مثلا می‌خواست نشون بده که اون بیت کوینا پرداخت شده بهش. یه دقیقه بعدش هم استیون اون نوت رو پاک کرده بود، ولی خب خبر نداشت که دیگه اون نوت توی کلاود ذخیره شده. دلیل اینکه این مدرک از همه مهمتر بود و دیگه ردخور نداشت این بود که هر آدرس کیف پول مثل اثر انگشت منحصر به فرده و اینجا دیگه قشنگ معلوم بود که داگ دیگاد در واقع همون استیونه. یعنی استیون عملاً پول داده بود، بیت کوین داده بود به یه سایت غیرقانونی و خلافکار که یه آدمکش اجاره‌ای بخواد بگیره که بیان همسرش رو به قتل برسونن. مردک مذهبی. پلیس الان اینجوری بود که خیلی خوب استیون اومده برای قتل امی همسرش به بسا مافیا پول داده، ولی خب وقتی که دیده اونا نمیتونن این کار رو انجام بدن، نتونستن این کار رو بکنن، خودش دست به کار شده. بعدنم یه سری مدارک پیدا شد که این فرضیه رو تقویت میکرد. یکی از اون مدارک این بود که استیون گفته بود تو روز قتل امی من کلا زیرزمین بودم، تمام وقت داشتم کار میکردم. ولی هر دوتا شرکتی که استیون براشون کار میکرد بعدن اومدن گفتن که توی اون سیستم کاریشون استیون از ساعت 12 ظهر به بعد اصلا آنلاین نشده و اصلا اونجا نبوده. دوربینای خونه‌شون هم اتفاقا داشتن کمک میکردن به این داستان، چون که نشون میدادن که وقتی استیون از خونه خارج شده و رفته مثلا دنبال جو، دیگه نه کسی وارد خونه شده و نه کسی از خونه خارج شده. پلیسا اینجای کار گفتن خیلی خب ما که مدرک رو داریم، بذار با میشل هم صحبت کنیم ببینیم این مرد راست میگه یا نه، چون که اینکه یه روده راست توی شکمش نیست. به خاطر همین رفتن سراغ میشل، باهاش حرف زدن، اونم این رابطه رو تایید کرد و حتی جزئیات بیشتری هم بهشون داد. اون گفتش که تو ماه مارچ که واسه تولد استیون قرار گذاشته بودن که گفتم بهتون استیون سر قرار دیر رسید، به خاطر این بوده که توی پارکینگ رستوران وندی نشسته بود، داشت با بیت کوین معامله انجام میداد و حواسش نبود، وقتی پیاده شد سوئیچش رو توی ماشین جا گذاشت. پلیسان برای اینکه مطمئن بشن میشل داره راست میگه، اومدن اون تماس امداد خودرویی که از پارکینگ وندی اون شب گرفته شده بود و چک کردن که درست بود. بعدم اون تایم کد امنیتی که گفتم از سایت لوکال بیت کوینز براش اومده بودم، ساعتش با این همخونی داشت. درجه اینجا دیگه همه چی روشن و واضح بود. الان احتمالاً احساستون اینه که خیلی خوب مدارک که هست برید دستگیرش کنید، ما هم دیگه خسته شدیم. اینم که صداش داره خروسی میشه، ولی یه چیز کثافت دیگه‌ای هم هست که حیف هم اومد بهتون نگم. اونم اینه که وقتی که پلیس رفتن اون تماس 911 استیون رو دوباره بررسی کردن، همون موقع که بدن امی رو پیدا کرده بود، متوجه شدن که توی پس زمینه اون تماس دائما صدای جو پسر 9 سالشون میاد که یه جایی از این تماس جو برمیگرده به استیون میگه که الان قراره دوباره ازدواج کنی؟ بعد استیون به جای اینکه پسرش رو بغل کنه مثلا بگی که نه بابا این چه حرفیه الان تو این وضعیت، تو چرا الان داری اصلا به همچین چیزی فکر میکنی، یا اصلا قاطی کنه بگه الان وقت این حرفاست مثلا از این چیزا، نه، استیون یکم میخنده و بعدش با خنده میگه نمیدونم پسرم.
Are we gonna remarry? I don't know, bud. خیلی یه جوری نیست. یه پسر 9 ساله میاد خونه، جسد مادرش رو پیدا میکنه و میفهمه مادرش دیگه زنده نیست. بعد تنها چیزی که به ذهنش میرسه و اونجا دغدغشه اینه که آیا پدرش قراره دوباره ازدواج کنه یا نه. بعد بابا هم میخنده و میگه نمیدونم. یعنی این قشنگ نشون میده که جو ممکنه تو اون خونه تحت چه شرایطی بزرگ شده باشه، نه از طرف امی صرفاً، از طرف استیون که پدرش بوده، چون پسرها بیشتر به باباهاشون نگاه میکنن، یا اینکه چه حرفایی از باباش شنیده که الان دغدغش اینه. خلاصه در نهایت توی 20 ژانویه سال 2017 وقتی که استیون رفته بود جو رو برسونه به مدرسه و داشت برمیگشت خونه پدر و مادر امی، چون که هنوز اونجا زندگی میکردن، پلیس تو راه متوقفش کرد و به قتل درجه دوم همسرش متهمش کرد. دقت کردین؟ قتل درجه دوم. برای اونایی که نمیدونن میگم قتل درجه دوم یعنی اینکه یه قتل یهویی باشه و از قبل براش برنامه‌ریزی نشده باشه. آیا این قتل درجه دوم بود به نظر شما؟ بعد از این داستان دستگیریش اومدن $500,000 براش وثیقه تعیین کردن که این مردک نکبت سری پرداختش کرد، اومد بیرون. فقط یه سری شرایط خاص داشت. یکی این که ردیاب به پاش وصل کرده بودن، دو این که با جو که هنوز خونه پدر و مادر امی زندگی میکرد باید تحت نظارت ملاقات میکرد. جالب اینجاست که وقتی آزاد شد رفت تو همون خونه‌ای که امی رو توش به قتل رسونده بود شروع کرد به زندگی کردن و یک کم بعد، یعنی فقط 2 هفته بعد از این داستان، دوباره دستگیر شد به خاطر اینکه سعی کرده بود با جو تماس بگیره در صورتی که نباید تحت نظارت این کار رو انجام میداد. این دفعه وثیقه‌شو کردن $600,000 ولی خب این مردک نکبت دوباره پرداختش کرد، اومد بیرون، با این تفاوت که دیگه نمیتونست جو رو تحت هیچ شرایطی ببینه و باهاش هیچ ارتباطی داشته باشه. اینجای داستان یه اتفاقی میفته که قشنگ جیگرتون حال میاد، برعکس پرونده های قبلی. و من اینجوریم که نگاه کن مأمور پلیس، اگه درست کار کنی چقدر نتیجه های خوبی به دست میاد، چقدر همه چی درست انجام میشه. اونم این بود، این اتفاق که توی 24 مارس 2017 هیئت منصفه اومدن گفتن که این اصلا قتل درجه 2 نبوده، اتهامش رو تبدیل کردن به قتل درجه 1 و وثیقه‌ش هم کردن $1,000,000 که این دفعه این مردک نکبت نتونست پرداخت کنه، واسه همین بردنش بازداشتگاه تا زمانی که دادگاهش برگزار بشه. دادگاهش هم توی ژانویه 2018 برگزار شد که این مردک وقیح برگشت اونجا ادعای بیگناهی کرد. دادستانی داستان رو اینجوری تعریف کرد تو این دادگاه که استیون نمیتونسته از امی طلاق بگیره به خاطر اینکه طلاق توی باورهای مذهبیش یه گناه خیلی وحشتناک بود. حتی اون کلیسای یونایتد چرچ آف گاد هم خیلی مخالف طلاق بود و اینجوری بود که اگه استیون قرار بود از امی جدا بشه باید از کلیسا هم جدا میشد. این انگیزه قتل رو من توی خیلی از پرونده ها دارم میبینم. حتی یه پرونده دیگه هم که کاور کردم انگیزه قتلش همین بود و اینجوری هم که یه ذره شل بگیرید دیگه. یعنی نمیفهمم، نمیتونم هضم کنم طلاق توی باور مذهبی جرمه ولی قتل نیست. ادامه داستان دادستانی هم این بود که استیون احتمالاً موقع نهار امی رو با اسکوپولامین مسموم کرده. بعد وقتی که امی رفته تو اتاقش و استیون دیده که نه این اسکوپولامینه نتونسته امی رو بکشه، زنگ زده به پدر خانومش، گفته که حال امی بده، بیا جو رو ببر خونتون. جو رو که برده خونه، برگشته داخل خونه، رفته سمت اتاق و دقیقاً تو تایمی که امی ناتوان بود عملاً و اصلا حتی نمیتونست روی پاهاش وایسه، توی راهرو به امی شلیک کرده. بعدش امی رو منتقل کرده توی اتاق و اونجا یه جوری صحنه رو بازسازی کرده که مثلا خودکشی بوده. بعدش هم اومده اتاق و راهرو و این جور چیزا رو تمیز کرده که هیچ رد خونی نباشه. نکته جالب اینجاست که این وسایل تمیزکاریش هم برده توی شومینه سوزونده و به خاطر همین بود که یکی از همسایه‌هاشون تو اون گرما دیده بود از دودکش خونه اینا داره دود میاد بیرون. بعدش هم که رفته دنبال جو، بعدم رفته پمپ بنزین و رستوران و اینور اونور که بتونه بعدم بگه من عذر موجه داشتم. ولی خب بدترین قسمت این ماجرا این بود که اینا وقتی رسیدن خونه، استیون اجازه داد
پسر 9 سالش جو بره توی خونه و جسد مامانش رو پیدا کنه، که این از نظر من خیلی هم ربطی به این مسئله فرزندخوندگی و اینا نداره و با توجه به شناختی که از این آدم توی این پرونده تا اینجای کار پیدا کردم، اینجوری هم که اگه بچه بیولوژیکی خودش هم بود، به خاطر اینکه خودش لو نره و یه وقت مثلا کسی بهش مشکوک نشه، بازم همین کارو میکرد. یه سری شواهد خیلی قوی دیگه ای هم پیدا کرده بودن که قول میدم اینا دیگه آخریاش باشه. اونم این بود که روی دست استیون رد بارود پیدا کردن تو اون آزمایشی که اون اول گرفته بودن. بعد نکته دومش اینه که رد جورابایی که پای استیون بود با اون رد پایی که بر اثر ماده چی بود؟ بر اثر اون ماده پیدا شده بود دقیقاً یکی بوده. لومینول. نتیجه این دادگاه هم که کاملا مشخصه، چون اگه با وجود همه این مدارکی که پیدا شده بود قرار بود بگن استیون اصلا گناهکار نیست، من همون موقع سرمو کوبیده بودم به دیوار و الان دیگه اینجا نشسته بودم که پرونده رو براتون تعریف کنم. به خاطر همین توی یه دادگاه 8 روزه و بعد از اینکه هیئت منصفه 6 ساعت با هم مشورت کردن، در نهایت استیون آلواین رو توی قتل درجه 1 همسرش مجرم اعلام کردن. جلسه صدور حکمش توی 2 فوریه برگزار شد و اونجا اولین بار بود که استیون شروع کرده بود به صحبت کردن. توی تمام روزای دادگاهش سکوت میکرد، میشست یه گوشه و ادای گریه کردن در می آورد. حتی یه قطره اشکم از چشش بیرون نمی اومد که هیچ. جعبه دستمال کاغذی جلوش هم همونجوری دست نخورده باقی مونده بود. تو این جلسه هم وقتی اومد صحبت کرد گفتش که من همچنان میگفت که من بیگناهم، امی رو هنوز خیلی دوست دارم، الانم توی زندان اومدم کلام خدا رو به کودک آزارها و قاتلها و معتادا و اینجور آدما رسوندم و تا حالا تونستم 3 نفر آدم بی خدا رو به دین علاقمند کنم که اگه قرار باشه که دین تو باشه و همه مثل تو باشن، به نظرم بهتره بذاری اونا همونجوری بمونن. آخرشم به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد که این پرونده حتی حکمش هم خوبه، به خاطر اینکه یه دونه آزادی مشروط بیخود اینجوری ننداختن تنگش. حالا بعد از اینکه حکم استیون اعلام شده بود، اون کلیسای یونایتد چرچ آف گاد یه بیانیه منتشر کرد که اونجا اصلا نگرانی اصلیش این بود که نکنه این اتفاقایی که واسه استیون افتاده بخواد اسم ما رو لکه‌دار کنه. حتی یک کلمه هم راجع به امی اونجا صحبت نکردن. همه کسایی که استیون و امی رو میشناختن از این ماجرا شوکن کاملا. والا منم که نمیشناختم از این ماجرا شوکم، چه برسه به اونا. اونا یه خانواده‌ای بودن که از بیرون خیلی گرم و ایدئال به نظر میرسیدن. فکر کن رابطه‌شون با همدیگه خوب بود. پسرشون رو دوست داشتن. خونه خوبی داشتن. کار و درآمدشون هم که اوکی بود. توی کلیسا هم که مورد احترام بقیه بودن. تا اینکه این استیون نکبت با دارک وب آشنا شد. هرچند که قبلا هم منحرف بود کلا. اینجا واقعا جا داره یه اشاره‌ای هم به پدر و مادر امی بکنم که اونا حتی اجازه داده بودن قاتل دخترشون بیاد باهاشون یه جا زندگی کنه که یه وقت از این که تو اون خونه است اذیت نشه و اینجوری بود که آخه این همسرشو تازه از دست داده، مثلا ما کنارش باشیم. بعد متوجه شدن که این آدم بوده که دخترشون رو به قتل رسیده. یعنی حتی فکرش هم باعث میشه مغزم داغ کنه. در آخر برای اینکه این پرونده سهمگین رو یه ذره بهتر بتونیم تموم کنیم، بهتون اینو میگم که تحقیقاتی که بعداً ادامه دادن روی این داستان باعث شد که 4 نفر دیگه از کسایی که توی اون سایت بسا مافیا سفارش قتل داده بودن دستگیر بشن. بقیه‌شون هم به امید خدا تا آخر عمرشون تن و بدنشون میلرزه و همش دارن به این فکر میکنن که کی نوبت خودشون میرسه. اینم از این پرونده دیوونه کننده. حالا میخوام یه جنبندی کنم روی چیزایی که از این پرونده منو خیلی ناراحت کرد. نکته اولش این بود که مردک روانی، تو که تحت هر شرایطی میخواستی همسرتو بکشی، با وجود همه اون مراقبت‌ها و تحقیقایی هم که پلیس کرد، آخر سر باز موفق شدی. پس چرا ماهای آخر زندگیشو انقدر زجرش دادی، انقدر شکنجش دادی با ترس و استرس؟ یه چیز دیگه که خیلی ناراحتم میکنه اینه که تو این پرونده با اینکه FBI و پلیس خیلی خوب اتفاقا داشتن عمل میکردن، بازم نتونستن جلوی این اتفاقو بگیرن و بازم امی رو از دست دادن اطرافیانشون و حتی نتونستن بفهمن که این آدم شوهرش بوده که انقدر دنبالش و تهدیدش میکنه. به خاطر اینکه خیلی بازیگر خوبی بود به نظر من. یعنی من اولش که داشتم پرونده رو میخوندم
وقتی که مخصوصا برگشت گفتش که این زن شوهرم رو ازم گرفته، من فکر میکردم که نهایتا استیون مثلا یه خانواده دیگه داشته، بعد اون زنش مثلا اومده که امی رو بکشه. اصلا حتی شکم نکردم به داستان. آخرش هم که اون کار رو با اون پسر 9 ساله بیچاره انجام داد. خیلی خب، من دیگه میرم. اگه از ویدیو من خوشتون اومده حتما به دوستاتون معرفی کنید و مثل همیشه لایک و سابسکرایبم یادتون نره. از اینکه همراه هم بودین خیلی ممنونم. تا پرونده بعدی، بای بای.